در سراسر دنیا نامی جاویدان داری. زهی استقلال، زهی ملتی تاجدار، زهی تاجیکستان، زهی امام علی رحمان.
Prezidenti Cumhuriyet Tojikiston, asosguzori sulh و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان. سلامت باش. مرحمت شد. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، سال 2023 برای تاجیکستان با وجود مرکب شوی بی سابقه وضع جهانی معاصر، اینچنین تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های ناگواری آن، خشکسالی و کم‌آبی که سال‌های اخیر در منطقه ادامه دارد، با شرافت زحمت اهلانه و صادقانه مردم سربلند کشور باز یک سال باورار گردید. در همه ساحه‌های حیات جامعه پیشروی‌های نظررس به دست آمده، مجموع محصولات داخلی کشور نسبت به سال گذشته 8.3% زیاد گردید و با بیش از 130 میلیارد سومانی رسانیده شد. قسمت درآمد بودجه دولتی 102.5% تامین گردیده. دولت و حکومت مملکت جهت اجرای عهده‌داری‌های اجتماعی خود و حل مسائل و
وابسته به رشد ساهای اقتصادی و اجتماعی کشور تدبیرهای مشخص را راه اندازی نمود. با این مقصد تنها از حساب بودجه دولتی بیش از 40 میلیارد سامانی روانه کرده شد که نسبت به سال 2022 5.3 میلیارد سامانی زیاد می باشد. تا این سالهای آخر توجه اولین درجه حکومت مملکت با مسئله پیشگیری کردن تأثیر خفای احتمالی به اقتصاد ملی، استفاده ثمرناک اختیارهای موجوده، صنعت کنونی کشور و تأسیس جایهای کاری روانه کرده شد. ما همچنین تشکل اقتصاد سبز، صورت بخشیدن روند رقمی کنونی اقتصادیات، انکشاف نیروی انسانی، بلند برداشتن رقابتناک محصولات وطنی، تقویت امکانیت‌های صادراتی مملکت و بهتر گردانیدن صفت خدمت‌رسانی‌های اجتماعی را از جمله مسائل ازلناک اعلان نمودیم. صرف نظر از تأثیر عامل‌های منفی سالهای آخر از جمله پهن‌شوی بیماری سیرویاتی کووید 19، نزاع‌های تجارتی، مناقشه‌های منطقوی، خللدار گردیدن نظام مناسبت‌های بین المللی اقتصادی و مالیوی و تأثیر بی‌واسطه آنها به اقتصاد ملی به ما میسر شد که نشان دهنده‌های رشد را در این مرحله حساس تأمین نمود. در 7 سال آخر سرعت رشد اقتصاد ملی به حساب میانه 7.5% را تشکیل داده، حجم مجموع محصولات داخلی 1.5 برابر زیاد گردید. حالا که ما در همین زمان 7 سال 2 سال زیادتر در حالت کسری‌های بیماری کووید 19 قرار داشتیم که ببینید که در اون سالات چگونه مشکل‌های اقتصادی و مالی در تمام دنیا را فرا گرفته بود. در این دوره درآمد پولی اهالی 3 برابر افزایش یافته، از 37.2 میلیارد سامانی سال 2017 به 112.7 میلیارد سامانی در سال 2023 رسید. مزد میانه مهنت بیش از 2 برابر و اندازه نفقه نهایی 1.9 برابر زیاد گردید. با وجود بالاروی نرخ‌ها در بازارهای جهانی، سالهای آخر در کشور سطح تورم معتدل نگاه داشته شده. سال 2023 3.8% را تشکیل نمود. در نتیجه عملی سازی تدبیرهای ذکر گردیده، سطح کمبیزاتی از 29.5% سال 2017 تا 21.2% در سال 2023 کاهش داده شد. عموما در 12 سال آخر سطح زندگی مردم کشور تدریجاً بهتر گردیده. نشان دهنده سطح کمبیزاتی از 83% سال 1999 تا 62% در سال 2023 پس کرده شد. این کاری آسان نیست. 62%. مردم کلانسال ما شما اونایی که سن سال کمتر بلندتر داریم در خوب در یاد داریم در کدام شرایط باز چگونه زندگی داشتیم. با مقصد ادامه دادن این روند با حکومت مملکت
سپارش داده می شود که جهتی در 7 سال میباده تا به 10% پس کردن سطح کمبیزاتی چاره‌های مشخص را عملی نماید. ما این کار را کرده میتوانیم در صورتی که ما با مسئولیتی بلند چگونه که سال 23 کار و فعالیت کردیم ادامه دهیم. وابسته به این ضرور است که در سال 2024 توسط تطبیق ثمرناک برنامه و نقشه‌های قبول گردیده سرعت رشد اقتصاد ملی در سطح نکم از 8% تامین کرده شود. وکیلان محترم، در نتیجه عملی سازی برنامه‌های سازنده حکومت مملکت قسم درآمد بودجه دولتی هر سال زیاد گردیده. سال 2023 حجم آن نسبت به سال 2017 1.6 برابر افزایش یافت. با فراهم آمدن امکانات خصوصیت اجتماعی بودجه دولتی تقویت داده شده خراجات برای علم و معارف، تندرستی و دیگر شاخه‌های اجتماعی از 9.6 میلیارد سامانی سال 2017 به 18.5 میلیارد سامانی در سال 2023 رسانیده شد، یعنی 1.9 برابر زیاد گردید، قریب 2 برابر. در 7 سال اخیر از حساب بودجه دولتی برای دستگیری گروه‌های آسیب پذیر اهالی توسط پرداخت نفقه، کمک پولی و جبران پولی ها، نگهداری موسسات حفظ اجتماعی و عهدهداری های دیگر زیاده از 21.9 میلیارد سامانی از جمله تنها در سال 2023 4 میلیارد سامانی روانه کرده شد. وکیلان محترم و مردم تاجستان، اگر هر کدام شما اهمیت داده باشید، من هر شهر ناحیه‌ای که سفر کنم حتما از حال و احوال یتیمان باخبر میشم و مقایسه میکنم سالهای 92 93. نه که شرایط زندگی یتیمان، شرایط زندگی عموما اهالی مملکت، مخصوصا نورسان و کودکان و جوانان. امروز در یگان مکتب اینترنت و یتیمخانه های ما از لحاظ مبلغ‌زاری، تأمینات به همه چی یتیمان ما خود را حتی یتیم احساس نمی کنند. در غمخواری و دارند. سلامت باشید. سلامت باشید. در این دوره تنها جهت پرداخت کمک عنوانی اجتماعی برای عائله‌های کم‌بزاد و کودکان معیوب، اینچنین جبران پولی یک وقته به شهروندان از فلاکت‌ها ضرر دیده 2 میلیارد و 70 میلیون سامانی روانه کرده شده است. حکومت مملکت برای دستگیری ساحه‌های اجتماعی و با این وسیله بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم کشور از حساب بودجه دولتی در آینده نیز تدبیرهای علاوه‌ای را عملی می‌گرداند. در 3 سال بعد حجم عمومی خراجات بودجه دولتی به ساحه‌های اجتماعی افزایش داده شده. به این مقصد 61 میلیارد سامانی روانه کرده میشه. وزارت مالیه وظیفه‌دار کرده می شود که یک جا با ساختار و مقامات دخلدار جهت تامین نمودن نشان دهنده های قسم درآمدی بودجه دولتی
سبراناکی خراجات آن و فراگیری پوره سرچشمه‌های امکان‌پذیری درآمد بودجه روند رقمی کنانی مالیه و انداز را گسترش بخشیده در این مهلت‌های نزدیکترین نظام مکمل مناسبت‌های مالیه رقمی را راه اندازی نماید. یکی از راه‌های اساسی و جدی ما آن همین با راه رقمی کنانی است. ما می توانیم اگر همین را ما جاری کنیم در کشور، قسم درآمد بودجه دولت را تا 2 مراتبه زیاد نماییم. دو مراتبه زیاد شد به کجا می رود؟ به ساحه اجتماعی، معاش، نفقه و دیگر ساحه تندرستی، ساحه معارف، ساحه این دیگر ساحه. این را با مسئولیتی بلند تمام خدمتچیان دولتی، تمام ساختار و مقامات دولتی، یکی از وظیفه‌های اساسی ما شما در همین 1-2 سال بعد پیام از زمین عبارت است. وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، بانک ملی و دیگر وزارت‌های اداره‌ها در 2 سال می‌بعد نظام پرداخت‌های غیر نقدی را در همه ساحه‌ها از جمله نقطه‌های سودا و خدمت‌رسانی پورا جاری کرده همگرایی فعالیت را در این سمت تأمین نماید. من مخصوص غیر نقدی را تا همین دوره نگذاشتم. اکنون وقتی رسیده است که ما با تکنولوژی حاضر زمان با خودی قدم گذاشتن با اوضاع جامعه جهانی تمام دنیا با همی گذشته است. ما نیز باید از این قفا نمانیم. شرط نیست قرض این کار را پوری دلار کرده به خارجه بریم یا که بعد گرفته در جای دیگر هست مانده در بانک گذراندیم. هم به خطر هم اقتصادیاتی مملکت رشد میکند. ما اینا مردم را اول که خودمان باید درک کنیم و دیگر که مردم را نصف فهمانیم. این یکی از راه‌های اساسی پیش راه شدت کروپسی را از بین بردن است، ریشه‌کن کردن است. اینچنین با مقصد جلب سرمایه داخلی و خارجی، جهت رشد بازار کاغذهای قیمتناک، بخصوص کاغذهای قیمتناک سبز و بازار تکراری، تدبیرهای ضروری اندیشید. سال 2023 دارایی ساختارهای مالیوی و قرضی کشور نسبت به سال گذشته 22% زیاد گردیده 39.6 میلیارد سامانی را تشکیل کرد. سال جاری پیشنهاد قرض‌ها از جانب نظام بانکی در مقایسه با سال 2022 31.1% افزایش یافته به 18.5 میلیارد سامانی برابر گردید. حجم قرض‌های خردی داده شده 32.1% زیاد گردیده 13.3 میلیارد سامانی را تشکیل داد. این حالا هم کم است. قرض‌های به زنان و بانوان صاحب کار پیشنهاد شده 30% افزایش یافته به 4.8 میلیارد سامانی رسانیده شد. این خیلی مبلغی کلان به زنان و بانوان صاحب کار. همینجا سوال به میاد می آید با آن پدر و مادرانی که دختران خود را با مکتب به خواندن مالیه ایجاد میکنند و بینتان بانوان زنان دخترانی که به صاحب کاری مشغول است چقدر مبلغ امکانیت دارد و 100 تا زیفت زندگی خود را بهتر کنند.
وقتی سواد دارد، وقتی دانش دارد و زبانهای خارجی را می‌دارد، کوشش میکند از سیب نو میبرارد، شوهر دمیجم فکر میکند که مشکلیش آسان میشد. برعکس برای من پدر و مادر گفتند از وقتی که تولد کردی تا نفسی واپسین زحمتش میکشی. خب با شوهر بیتی، شوهر دادی با نبیردار میشوی، با ابیردار میشوی که از فرزندها شیرین تر. چی غمی آنها را نمیکنی؟ فکر نمیکنی؟ خراجات نمیکنی؟ وقتی که فرزند تربیت یافته است، تعلیم گرفته است، سواد دارد، دانش دارد، کسب دارد، هنر دارد، برعکس با پدر و مادر خود نگاهبان میشود، نگاه بین میکند، غمخواری میکند. بعضا هستن خرافات پرستان، چیکار میکنند؟ مرا دختری ما چیکار میکنند؟ و بینید ما در عصر زمانه علم و تکنولوژی جهانی معاصر زندگی کرده. پیشرفته سادیم هر روز بینید در دنیا چقدر پیشروی های علمی تکنولوژی است. بعدی 10-15 سال ما با این سوادی که آموختیم کار و فعالیت زندگی کرده ما مشکل میشود. اقلا وایلش همه عالم نمی شود، شاعر نمی شود، نویسنده نمی شود، اختراعکار نمی شود، لیکن اقلا زندگی عائله خودش، فرزند خودش تربیت کردن می تواند. کودک به مکتب می رود، تعلیم و تربیت حاضر زمان می گیرد و در عائله که پدر و مادر سواد نداشته باشد، نفهمد چگونه معاشرت میکند، معامله میکند با فرزند خود. این را باید پیش از همه پدر و مادرمون محترم ما باز یک بار یا تاکید میکنم که خوب اندیشه کنند. ضامن در حق نورسان و کودکان و فرزندان خود نشویم. آینده آنها را فکر کنیم، آینده خودی ما نه، آینده فرزندا نبیرا ابیرا را فکر کنیم، تربیت کنیم، شرایط مهیا کنیم. دولت را کی آباد میکند؟ وطن را کی آباد میکند؟ متخصص بسیاریا ما شهر نساختیم، دیگر نساختیم، دیگر کی میکند؟ همون شهر کی میسازد؟ در کجا معماری ما؟ در کجا اختراعکار ما؟ در کجا دانشمندان با معرفت سطح بین المللی ما؟ کلی کی تربیت میکند؟ کی به پایان میرساند؟ تنها رهبر دولت؟ در این دوره من در این موضوع پایان‌تر ایستادم میگذارم، تعلیم میکنم، هم برای شما هم با مردم تاجیکستان. چه خدمت‌های بزرگ که با زنان و مادران و بانوان تاجیک کرده ایستادن. در این دوره بقیه عمومی پس‌اندازهای اهالی و شخصان حقوقی در تشکیلات‌های قرضی وطنی 32% زیاد گردیده به 18.6 میلیارد سامانی رسید. وکیلان محترم، این رقم‌ها برای شما بسیار مهم است. وقتی که در حوزه‌های انتخاباتی با انتخاب کنندگان خودتان صحبت میکنید، ملاقات میکنید، مقایسه کرده با مردم فهمودن این چی معنا دارد؟ این من یک رقم رو میگویم. هم درآمدی اهالی، هم پس‌اندازها کی؟ این همون درآمدی اهالی زیادی که در بانک‌ها گذاشته است. در یک سال 32% این کم نیست. بانک ملی و تشکیلات‌های قرضی را ضرور است که
در سمت دریافت منبع‌های ایلاوگی مبلغ‌زاری و در این زمین از یاد کردن پیشنهاد قرض‌های درازمدت دسترس و با فایز پست اینچنین پورا جاری نمودن نظام رقمی خدمت رسانی‌های بانکی در همه منطقه‌های کشور و استفاده وسیع تکنولوژی مالیوی تدبیرهای ایلاوگی اندیش. حکومت مملکت رشد بخش خصوصی، صاحبکاری و سرمایه‌گذاری را در استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 همچون واسطه اساسی نائل شدن به هدف‌های ملی معین کرده است و جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای پیشبرد فعالیت صاحبکاری و سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری جالب گردانیدن اقتصادیات کشور و به صادرات نگرانیدن آن پیوسته چاره‌جویی می‌نماید. در نتیجه تدبیرهای عملی گردیده شماره سوبیکت‌های صاحبکاری در 7 سال آخر از 62,000 به 350,000 برابر گردید. در این دوره از جانب صاحبکاران کشور بیش از 2,000 کارخانه و کارگاه‌های استثماری با 21,000 جای کاری 1,380 انشاءات ساحه معارف 1,213 مؤسسه تندرستی 11.5 کیلومتر راه و 461 پل بنیاد و از نوسازی کرده شده است. تنها در سال 2023 صاحبکاران مملکت 715 کارخانه نوی استثماری با 5,000 جای کاری ساخته به استفاده سپاریدند. سال جاری از جانب صاحبکاران وطن دوست در ساحه معارف 117 انشاءات برای بیش از 43,000 خواننده بنیاد گردیده. در ساحه تندرستی ساختمان از نوسازی 139 انشاءات انجام داده شد. رقم‌ها را گوش کردین؟ رقم‌ها را گوش کردید؟ آن کارهای سازندگی که صاحبکاران باننگ ناموس مملکت انجام داده ایستادند ما آن را از بودجه دولت به این اندازه نکردیم. صدقاً من در سفرها می‌بینم از پایتخت مملکت سر کرد. جایهای کاری تأسیس داده حالا مقایسه میکنیم با دوره سالی 91. با استفاده از فرصت به همه صاحبکاران و سرمایه‌گذاران باننگ ناموسی کشور برای تشبس‌های سازنده‌شان به خاطر آبادی و پیشرفت وطن محبوبمان منتداری صمیمی ایثار می‌نماییم. حکومت مملکت و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی وظیفه دارند که برای بلند برداشتن شفافیت باز هم بهتر گردانیدن فضای صاحبکاری و سرمایه‌گذاری و برطرف کردن مانع‌های معمولی و صنعی در این سمت تدبیرهای سریع وقتی را عملی سازند و تشبس‌های صاحبکاران را همه طرفه دستگیری نمایند. دوستان عزیز، جای یگان مخفیش نیست. شما دیدین دوامی سال. من یک رقم را با جای شما میگم.
ما قریب دوام 20 سال زیاد شد به تمام جامعه جهانی دولت‌های پیشرفته متمدن مراجعت کردیم دایر به تصمیه بنیادی تصمیه امنیتی بر سرحدات با جمهوری اسلامی افغانستان بودن بعضا کم و بیش کمک هایی کردن لیکن وقتی من مراجعت به صاحبکاران وطنی کردم در یک سال 75 انشاءات سرحدی از آن جمله دیدبانگاه های سرحدی به درجه عالی در سرحدی تاجیکستان و افغانستان بنیاد کرده شد دیگر ما از گردنکجی محتاجی طلبیدنی بیرون شدیم چگونه آفرین نمی‌گوییم سلامت باشید حسن من بین اشاره به آن کرده ایستادم که ما اعضای حکومت رهبران ولایت و شهر نایا و دیگر ساختار و مقامات های حفظ حقوق نظامی قدرتی دیگر یعنی در خاطر داشته باشید جای کاری را کی معین میکنه انشاءات های اجتماعی را اساساً کیا بنیاد کرده است حتی امروز کمک دست درازی یا رسان کرده ایستادن در بنیاد های انشاءات نظامی و حربی دیگر کی صاحبکاران وطنی صاحبکاران باننگ ناموس این از زیادتان فراموش نسازید برعکس طبق معلومات آماری در 7 سال آخر به کشور به مبلغ بیش از 95 میلیارد سومانی سرمایه خارجی وارد گردیده است که زیاده از 30 میلیارد سومانی آن سرمایه مستقیمی باشد این کم هم باشد لیکن قدم به قدم رفته ایستاده 95 میلیارد این 9 میلیارد دلار در 7 سال این کم نیست با پایانتر ایستاده میگذارم حالا چقدر لایا عملی شده ایستادند در این دوره در ساحه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی از حساب بودجه دولتی و سرمایه خارجی بیش از 1400 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 36 میلیارد سومانی عملی کرده شده است. حالا در مملکت برای وکیلان محترم بسیار مهم است معلومات اخبارات همین شب و روزها حالا در مملکت باز 724 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی 152 میلیارد سومانی عملی گردیده ایستاده است. طبق استراتژی ملی رشد کشور برای دوره تا سال 2030 حجم سرمایه مستقیم تا سال 2026 نسبت به مجموع محصولات داخلی تا 10% رسانیده شده. سالهای 2022 و 2026 یعنی در 5 سال باید به اقتصاد ملی بیش از 60 میلیارد سومانی سرمایه مستقیم جلب کرده شود. اینا ما زحمت کشیدن نمانده کار. سال 2023 برای تشکیل استحصالات نوی صنعتی وسیع‌گردانی فاندهای اساسی و برآمدن استحصال محصولات نو و رقابتناک از حساب سرمایه خارجی و مبلغ کارخانه ها زیاده از 7 میلیارد سومانی روانه گردیده است که نسبت به سال 2022 1.5 برابر زیاد می باشد.
ضرور است که در این روند با تأسیس جایهای نوی کاری، تحکیم همکاری با شرکت‌های وطنی و خارجی، سرمایه‌گذاران، شریکان رشد و سازمان‌های مالیوی بین المللی برای تشکیل کارخانه‌های نوی استحصالی، با واردات تکنولوژی‌های معاصر کم مصرف و در این زمینه نائل گردیدن به هدف‌های اساسی رشد اقتصادی و اجتماعی کشور دقت اولین درجه داده شد. در رابطه با این حکومت مملکت دایر به اصلاحات نظام جلب سرمایه، تهیه و پیشنهاد و تطبیق ثمرناک لایحه‌های سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصادیات، بخصوص در بخش‌های صنعتی و اگرصنعتی تدبیرهای ضروری اندیشید. وزارت رشد اقتصاد و سودا و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی برای بلندبرداشتن امکانیت‌های سرمایه‌گذاری به کشور، استانداردهای ملی اکولوژی و اجتماعی و اداره‌کنی را در پیشبرد فعالیت صاحبکاری تهیه نمایند. هموطنان عزیز، ساحه صنعت و اینواسیون یکی از منبع‌های مهمترین رشد می‌بعده کشور به حساب رفته، پیشرفت آن امکان می‌دهد که سرچشمه‌های علاوه‌ای درآمد بودجه دولتی پیدا گردیده برای اهالی جای‌های نوی کاری فراهم آورده شود. در ظرف سال‌های استقلال دولتی عملی سازی نقشه و برنامه‌های رشد ساحه صنعت امکان داد که در کشور بیش از 30,000 کارخانه صنعتی با 54,000 جای کاری ساخته به استفاده داده شود. تنها برای اقتدارهای صنعتی نو بنیاد شده در زمان صاحب اسلام ما 800 مگاوات قوه برق را به سایه همین صنعت نو روانه کرده، بنیاد گردیده روانه کرده، طلبات زیاد شد. در 75 سال گذشته تا سال 1991 در جمهوری همگی 358 کارخانه صنعتی و 33,000 شماره کارگران بود. خودتان مقایسه کنید. تنها پس از برقراری صلح و ثبات و راه‌اندازی فعالیت با نظام ساحه‌های فلج‌گرده حاکمیت دولتی ما امکانیت پیدا کردیم که از سال اساساً 2000 و مسائل رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت مشهور شد. یعنی ما با رشد اقتصادی مملکت از سال 2000 همگی 23 سال پیش شروع کردیم. جنگ شرمنده کشور ما را به زیاده از 50 سالها خطا پرداخت. در همه سمت توانستند دشمنان ملت تاجیک چنانه که من در چهارمین 115 سالگی جشن علامه با باجاق و فروغ خواهی کردم. با در نظر داشت اهمیت بزرگ ساحه صنعت در رشد میانبرده مملکت ما سالهای 2022 2026 را سالهای رشد صنعت اعلام نمودیم. جهت عملی سازی این اقدام طی 2 سال اخیر در کشور بیش از 1200 کارگاه و کارخانه نوی استحصالی با 11,000 جای کاری تأسیس داده شده است. شما با واسطه تلویزیون دیدید به نزدیکی من به ولایت ختلان سفر کردم با یکی از نواحی دوردست کشاورزی مملکت ناحیه وحش در یک خواجگی در دهات کارخانه زمانوی با تکنولوژی پیشرفته دنیا برای 500 نفر
خب کارخانه نساجی بنیاد کرده و کارخانه دوم این 3 سال خودی پخته خودشونه تا محصولات تیار نهایی آماده میکنن. بعد 2 سال دیگر با صادرات. چقدر من دیدم زنان و مادران و دختران تاجیکی دهات چقدر خرسند هستند در دری خانه شما. چنین کارخانه های صنعتی شما دیدی ساده که نه اینکه کارخانه های صنعتی، حتی دانشگاه و دانشکده های در زمان استقلالیت بنیاد کرده ما نیست. در شهر نایای دوردست تنها در یک پایتخت نیست، در شهر خاروق، در نایای رشت، شهر پنجکند، نایای وخش، شهر باختر، شهر کولاب، شهر اسفره. خب وای کرده ساده ما این را حتما کرده را مانده که آیند دیهات هم روش کرده نشد. این گونه انشاءات ها بس بلند برداشتن سطح معرفتناکی مردم بسیار کمکی اولی درجه میرسد. خواهی نخواهی تاثیر درگیر اطراف خود همون محل نهایت تاثیر میرساند، تاثیر مشبعی. سال جاری حجم استحصال محصولات صنعتی نسبت به سال 1992 4.6 برابر افزایش یافته با زیاده از 46 میلیارد سومانی رسانیده شد. تنها در 7 سال اخیر این نشان دهنده 2.4 برابر زیاد گردیده است. با وجود این در روند صنعت‌وکنونی با صورت کشور یک قطار مسائل حل طلب از قبیل فرسوده شوی تجهیزات، سطح پستی رقابتناکی محصولات و گوناگون سمتی آن، نارسایی مبلغ‌های گردان کارخانه‌ها و کادرهای بلندساز وجود دارد. همچنین تاکید می‌نمایم که سال جاری صادرات محصولات صنعتی تمایلی کاهش‌یابی پیدا کرده است. سال 2022 صادرات محصولات ساحه به 22.8 میلیارد سومانی رسیده بود، ولی در سال 2023 این نشان دهنده همگی 18.5 میلیارد سومانی را تشکیل کرده، 19% کم گردیده است. از این رو حکومت مملکت، وزارت صنعت و تکنولوژی نو و مقامات اجرایی محلی و حاکمیت دولتی را ضرور است که افزایش نظررس حجم کارکرد و محصولات به صادرات نگرانیده شده، بلند برداشتن رقابتناکی و گوناگون سمتی استحصالات، جایگیر کنانی ثمرناک اقتدارهای استحصالی و تأسیس مجمع‌های صنعتی را تامین نماید. وزارت صنعت و تکنولوژی نو یکجا با رئیسان ولایت‌ها و شهر نایه‌های مملکت بر رشد صنعت سبک، خوراکواری، هنرهای مردمی به این وسیله برآمدن کارکرد پوره اشیاء خام وطنی و با جایهای کاری تامین نمودن اهالی کشور، خصوصاً جوانان و بانوان اعتبار مخصوص دهند. وابسته به مسائل ذکر گردیده حکومت مملکت وظیفه دار است که دایر به تکمیل نظام آماده نمودن متخصصان برای بخش واقعی اقتصادیات با در نظر داشت افضلیت‌های ساحوی، تأسیس مجموعه‌های صنعتی، اگرصنعتی و خدمت‌رسانی، تدبیرهای مشخص را راه اندازی نماید. طوری که هموطنان عزیز ما مشاهده می‌کنند، سالهای اخیر تغییریابی اقلیم در مقیاس سیاره به مشکلی اولین درجه تبدیل یافته، تاجیکستان را نیز تحت تأثیر منفی خود قرار داده است. در کشور ما هر سال آفت‌های طبیعی از جمله خشکسالی، آمدن سیل، فرآمدن ترمه و یارش به اهالی و اقتصاد ملی ضرر زیاد می‌رسانند. بنابراین با مقصد استحصال انرژی سبز
رشد اقتصادی سبز و پس کردن پرتو گازهای گلخانه‌ای ضرور است که در سمت سرمایه‌گذاری دولتی و رقمی کنانی حفظ محیط زیست تدبیرهای علاوه‌ای عملی کرده شود. در رابطه با این سریداره گئولوژی با استفاده از نتیجه‌های به دست آمده مهندسی و گئولوژی و با نشان دادن منطقه‌هایی که زیر تاثیر عامل‌های خطرناک طبیعی قرار دارند اطلس روندهای اگزوگنی و گئولوژی کشور را تهیه و با حکومت مملکت پیشنهاد نماید. اینچنین با حکومت مملکت و سریداره گئولوژی سپارش داده می شود که فعالیت را دایر به بلند برداشتن سطح و صفت آموزش، جستجو، اکتشاف و برای استفاده صنعتی آماده نمودن کانهای کنداری‌های فایده‌ناک وسعت بخشند. برای آموزش من پیشنهاد میکنم که با جلب متخصصان کشورهای خارجی در این سمت ما هم تکنولوژی و هم متخصصان بسیار صاحب‌کس در این جاده در ساحه گئولوژی کم هستند. ما عموما ساختار را از نو دیده امکانیت دهیم با اینستیتوت‌های ساختارهای گئولوژی کشورهای متمدن جلب کنیم و کارهای اکتشافی را در کشور وسیع برامونیم. بعضا کانها را از نو باز آموزی کردن مانده کار با استفاده از تکنولوژی حاضر زمان. نه که کانهای فقط همین طلا، انگشت، دیگر لیتی چلانسو بیوایی وزارت‌های مالیه، صنعت و تکنولوژی و سریداره گئولوژی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که جهت دریافت مبلغ‌های ضروری برای تقویت کارهای تحقیقاتی و گئولوژی و مشخص‌سازی ذخیره‌های موجوده تدبیرهای عملی اندیشند. مبلغ‌گذاری را دیدم که متخصص‌های بهترین کار را پرداخته نروند، برعکس جلب کردن آمده. باید گفت که سالهای اخیر رشد با مرام ساحه انرژتیک بر روند صنعت کنونی با صورت کشور زمینه مساعد فراهم آورده ایستاده است. عموما در زمان صاحب استقلالی از جانب حکومت مملکت برای نوسازی یعنی تعمیر و تجدید نظام انرژتیکی کشور 85.7 میلیارد سومانی روانه کرده شده است. دوستانی عزیز، من زبانی دقتی میفهمونم که مردم هم فهمند چی معنا دارد. ما پیش از که به بنیاد نیروهای برخی نه بنیاد نیروها شروع کنیم، ما مبلغ را سرمایه‌های دولتی را جلب کردیم با انا همین برنامه‌ای که من حالا نامبر کردم. اگر نمی کردیم این کار را، اگر ما این کار را نمی کردیم شاید امروز عموما بی برق میموندیم. چون که انشاءاتایی که 70 سال 75 سال کار کردگی بودن پوره فرسوده شده از کار باز مانده بودن. ما زمستان گذشته در منطقه ما شما شاهد بودیم. یک سببش همین بود. 8.5 میلیارد قریب 9 میلیارد دلار ما برای تجدید و از نوسازی روان کردیم تا خطهای برقی 110 کیلووات 110 کیلووات چی بین داخلی دههای محله و آنشین 34 را عوض کردیم. خطهای برق هم پره هم 500 کیلووات از بالا تا هم ترانسفورماتور استانسیون برقی تقسیم کننده دیگر پوره از نو کرده شد. در این دوره
تنها برای از نوسازی نیروگاه برقی آبی عمل کننده بیش از 11 میلیارد سامانی روانه گردیده. نیروگاه برقی آبی سربند پررا تجدید و اقتدار آن 30 مگاوات زیاد کرده شد. 1 میلیارد و 360 میلیون سامانی خراجات کردیم برای سربند پررا از نو کردن. 136 میلیون دلار با کمک و دستگیری اینستیتوت بین‌المللی مالیوی با طریق گرانت. با 40-50 سال دیگر نیروگاه برقی آبی سربند کار و فعالیت خود پررا همه پررا از نو شد. این چنین حالا تجدید نیروگاه نارک و غیراقم با مرام ادامه داشته. بعد به انجام رسیدن کارها اقتدار آنها در مجموع 423 مگاوات افزایش می‌یابد. قریب 1.1. نقطه مهم این است که نیروگاه ذکر شده بعدی از نوسازی به مردم تاجیکستان باز 10 سالهای دیگر خدمت خواهند کرد. حکومت مملکت با در نظر داشت فراوانی ذخیره‌های هیدروانرژیکی، اقتدار بزرگ استحصال انرژی سبز و صادرات آن در جاده نائل گردیدن به هدف استراتژی خود رسیدن به استقلال انرژیتی قدم‌های استوار گذاشته ایستاده است. سال 2023 اقتدار انرژیتی تاجیکستان زیاده از 6000 مگاوات و استحصال نیروی برق 22 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داد که نسبت به سال 2017 4.8 میلیارد کیلووات ساعت یا 28% زیاد می باشد. با مقصدی رسیدن به هدفهای گذاشته شده ضرور است که در سالهای آینده از جانب حکومت مملکت، وزارت انرژی و ذخیره‌های آب و دیگر ساختار و مقامات مربوطه تدبیرهای زیرین عملی کرده شوند. یکم، بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی راغون، سبزار و تجدید نیروگاه‌های عمل کننده را با مرام ادامه داده کارها در سمت دریافت مبلغ‌زایی اقتدارهای نوی تولید انرژی سبز و به 10,000 مگاوات رسانیدن اقتدارهای انرژیتی کشور وسعت داده شوند. دوم، برای بهتر کردن تأمینات اهالی کشور با برق و رشد ساحه استخراج معدن و صنعت متالورژی، سرعت کارهای اساسناکنی تکنیکی و لایحه‌کشی نیروگاه برقی آبی شوراب با اقتدار 1000 مگاوات در دریای وخش، این از راغون پایان‌تر بین نیروگاه نارک و راغون. سناباد با اقتدار تا 500 مگاوات در 3 مرحله در دریای 5 قسمت ناحیه روشن و چسیم، در دریای غوند ناحیه شغنان با اقتدار 14 مگاوات با در نظر داشت بنیاد خط انتقال برق و دیگر انفراستراکچور ضروری انتقال و تقسیمات برق تیزانیده شد. سیوم، در رابطه با عملی سازی لایحه‌های ساختمان خط انتقال برق کسا هزار و از نو پیوست شوی به نظام انرژیتی آسیای مرکزی برای در 7 سال آینده تا 10 میلیارد کیلووات ساعت افزایش دادن صادرات نیروی برق تدبیرهای تأخیرناپذیر اندیشیده شد. چهارم، جهت کم کردن تلفات نیروی برق، پرابلم رقم 1 در این سال، و نائل گردیدن به نشان دهنده نزیاده از 9% تلفات، تطبیق سری وقتی و با صفت لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در این سمت تأمین گردیده جلب سرمایه وطنی و خارجی و استفاده مکانیزم شریکی دولت و بخش خصوصی برای حل این مسئله در شهر و ناحیه‌های کشور وسعت بخشیده شود. در یک ناحیه
بزرگترین شهر دوشنبه نایه سینا با تشبوس رهبری حکومت شهر این کار را انجام دادن. 27% تلفات نیروی برق کم گردید. 8% تلفات، 8% و جمع‌آوری مبلغ 99.9%. من فکر میکنم حالا این کار در دیگر شهر و ناحیه مملکت نیست. انشاءالله با شهرهای اساسی را با انجام دیم تلفات خیلی پس میشه. تلفات چی است؟ ما قریب 3 میلیارد کیلووات ساعت در مجموع نیروهای برقی آبی سنگتوده 1 و 2 تلفات شده ایستاده است. اگر این را پس کنیم همین قوه برق بسنده است با اهالی امروزه مملکت. 24 ساعت مردم برق میگیرند. پنجم، با مقصد رسیدن به هدفهای استراتژی رشد اقتصادی سبز جهت بنیاد نیروهای برقی از حساب منبع‌های برقرار شونده انرژی و تا سال 2030 با حجم نکم از 1000 مگاوات رسانیدن اقتدارهای آلترناتیوی استحصال انرژی سبز، یعنی با استفاده ذخیره‌های آفتابی و بادی تدبیرهای عملی اندیشیده شوند. محترم سروزیر مملکت و معاون سروزیر عثمان زاده وزیر انرژی، وظیفه جانی شما در 3 سال ما حتما این کار را کردم مادر کن. یعنی کمابی خشسالی بینه 3 ماه است بارشات نیست. اگر تو در تابستان آب نشود چیکار میکنیم؟ نیروگاه‌های ما به آب کار کرده میتواند؟ نه. ما اقتدارهای آلترناتیوی نیز داشته باشیم. ششم، کارها در سمت گزارش با تجهیزات کم مصرفی برقی در انشاءات اقتصادی اجتماعی و استحصالی و کمونیکاسیونی مملکت و رعایت مدنیت بلند استفاده نیروی برق از جانب اهالی تقویت بخشیده شوند. من با صاحبکاران و تاجران مراجعت میکنم که با آوردن قندیل ها لیوسترو منو خیلی لیوسترو میگه قندیل میگه در دنیا این چیزا رفت از بین رفته ایستاده است. در بازارها کسی نبگیرد، نرخش بزد پایان شده ولی که نیست. در دنیا برق به نوعیت قیمت شده ایستاده است. استحصالش که قریب با در نظر داشت رشد انرژی سبز نه هر یک عائله نه هر یک دولت حتی در مهمانخانه‌های انشاءات‌های بزرگ دنیا این خیلی قندیل‌ها استفاده نمی‌کنند. صاحبکارا تاجرای ما چی؟ اندیشه نکرده آورده فکر میکنم ما مبلغ درآمد میگیریم. نه، مردم دیگر این قندیلا رو نمیخرند. نرخ خواهیم نخواهیم سال به سال نرخ قوه برق بلند میشود. اگر بلند نگردد یک راه تامینات انا همین حاضر همین است. در دنیا از همه ارزانترین گویم که قوه برقی که با اهالی میفروشند این تاجیکستان است. این که در دنیا نیست. این باعث افتخار هم است. لیکن از لحاظ شرکت برق تاجیک بانکرات شده است. نیروگاه راغون دیگر نیروگاه حسابی چی میست بنیاد میکنیم؟ حسابی چی؟ درآمد خود قوه برقی که ما میکنیم با معاش کارمندان سیستم برقی نمیرسد. با این دولتداری کرده میشه. نه. با مرور زمان خواهیم نخواهیم ما این نرخ قوه برق رو بلند خواهیم کرد. دیگر راه دیگر نیست.
ما تصمیم گرفتیم که سال 2025 اگریگات سیوم نیروی برقی آبی راغو را به استفاده دهیم. با این مقصد در سال 2023 از حساب بودجت دولتی بیش از 5 میلیارد سامانی روانه گردیده. حالا در این انشاءات مهم عصر 15,000 نفر متخصصان و کارگران و 3,500 تکنیک ساختمانی فعالیت دارند. $15,000 5,000 کارگر دیگر نمیرسد. میگویم جای کار نیست. من صحبت میکنم با کارگران میرن در آنجا مرحمت 5,000 جای کاری 20,000 باید کار کنند که ما نیروها را در وقت معین کرده ما به استفاده دهیم. خب با عملی سازی تدبیرهای ذکر شده سال 2032 استحصال برق در کشور پوره از حساب منبعهای برقرار شونده یعنی 100% با انرژی سبز تامین گردیده. حالا 98% است. در این زمینه از روی معیارهای بین المللی تا سال 2037 پرتاب گازهای گلخانه‌ای تا حد نهایی کاهش داده می شود. من مراجعت به جامعه جهانی مخصوصا سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی مراجعت کرده میرسانم. یعنی تاجیکستان همچون دولت پیشرفت جهان در سطح انکشاف اقتصادی سبز سال 2037 واقعاً به کشور سبز تبدیل می‌یابد. حالا کشور ما از روی فائز استحصال برق از منبعهای برقرار شونده در جهان در جای ششم قرار دارد. اگر ما نیروی برقی آبی راغونه هر چه زودتر به استفاده دهیم ما دیزینه بالا میشه. بسیاری دولت‌ها در کنفرانس‌های بین‌المللی من در کاپ 28 دیگر ما عهده‌دار شدن که تا سال 2050 30% کم میکنن 40% میکنن 50% کم میکنن اما 100% در سال 37 برای زحمت کشیدن مادر حاضرین گرامی با مقصد رها نمودن کشور از بنبست کمونیکاسیونی و با کشور ترانزیتی تبدیل دادن آن حکومت مملکت از نخستین سالهای صاحب استقلالی با وجود وضع دشوار اقتصادی و مالیوی تمام ذخیره و امکانیت‌ها را سفر برد. در دوران صاحب استقلالی در کشور 58 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی در سمت ساختمان و تجدید راه‌های ماشینگرد و راه آهن بنیاد انفراستراکچور آنها و تحکیم بخشیدن اقتدار تکنیکی ساحه با مبلغ 26.6 میلیارد سامانی
عملی گردیده حالا کارها در این سمت با مرام ادامه دارند. در آینده نزدیک راه‌های تاجیکستان به صفت دالان ترانزیتی و اقتصادی چین، تاجیکستان، افغانستان و چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه، اروپا، اینچنین تاجیکستان، چین، پاکستان استفاده خواهند شد. حکومت مملکت تصمیم گرفته است که در آینده نزدیک برای تشکل دالان‌های اقتصادی یک قطار لایحه‌های افزایش‌ناک بنیاد و تجدید راه‌های ماشینگردی دارای اهمیت بین‌المللی و جمهوری را لایحه‌کشی و برای جلب سرمایه پیشنهاد نماید. راه‌های روشن تا دهه ورشز ناحیه شغنان 235 کیلومتر، از ورشز تا گذرگاه کلمک کرسو 300 کیلومتر، باختر، جلال الدین بلخی، قبادیان، شهریتوس، ایواج، سرحد جمهوری ازبکستان 170 کیلومتر، خوجند، کانیبادام 57 کیلومتر، خوجند، اشت 122 کیلومتر و بلجوان، سری خاصار 58 کیلومتر از جمله همین لایحه‌ها میباشد. امروزها در ساحه نقلیات 17 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری و مبلغ بیش از 13 میلیارد سامانی عملی شده ایستاده است. حالا لایحه‌های ساختمان و تجدید راه‌های ماشینگردی راغون، آبیگر، نورآباد با مبلغ 3 میلیارد سامانی و بنیاد پلی کلانترین در مملکت با درازی 920 متر با مبلغ 625 میلیون سامانی در وادی رشت عملی شده ایستاده‌اند. اینچنین تطبیق لایحه‌های بنیاد راه‌های بیک‌آباد دهمای باباجان غفورов خیستیورس و کانیبادام کشقک 52 کیلومتر 635 میلیون سامانی در ولایت سوخت، باختر، لیوکان، لالازار، دنغره 69 کیلومتر 672 میلیون سامانی، خلبوک، تیمورمالی، کنگور 59 کیلومتر 740 میلیون سامانی در ولایت ختلان ادامه دارد. همزمان با این در ولایت مختار کوهستان بدخشان تجدید و برقرارسازی راه ماشینگرد قلعه خم ونج سرحد ناحیه روشان 93 کیلومتر با ساختمان دو نقل با درازی 5.2 کیلومتر با مبلغ 2.2 میلیارد سامانی، ساختمان دو پل با درازی 283 متر از بالای دریاهای غوند و شارف دره 4.5 کیلومتر راه و دالان‌های زیدی ترمه 550 متر با مبلغ 342 میلیون سامانی ادامه دارد. بنیاد راه‌های گلستان کولاب 35 کیلومتر 745 میلیون سامانی، دنغره گلستان 49 کیلومتر 1 میلیارد و 314 میلیون سامانی، گلستان فرخار 5 دوستی 137 کیلومتر، مرحله یکم 449 میلیون سامانی و مرحله های باقی مانده با مبلغ 1.1 میلیارد سامانی در دوره آغازشوی قرار دارند. قسمی زیاد این لایحه‌های نوبرکردگی سال آینده شروع می‌گردند. سال آینده راه‌های کلانتری که حال ساخته ایستاده ما راه آبیگر یعنی راه نورآباد مبلغ خیلی کلان است، غیر پول علایده آنچه نوبر کردم تا آخر سال آینده ساخته به استفاده داده می شود و
راهی قلعه خم تا سرحدی نایه روشان 2 میلیارد و 200 میلیون 220 میلیون دلار ساخته تا آخر حساب به انجام میرسد. راهی باختر دنگره اینم ساخته به استفاده میدهیم و راه های دیگری نامبر کردم کارا شروع می. من این راه ها رو برای چی؟ تا خورتنی نامبر کردم. همین قدر مشکلات پرابلم هایی که حالا هست ما اینا حتما در 3-4 سال آینده بنیاد کردم در کار با سطحی استانداردهای بین المللی رسانیدنمان در کار خواهیم که تاجیکستان رشد ترقیات داشته باشد رشد سیاحی شود دیگر انا همین کارا در ساحه کمیونیکاسیون باقی مانده است که ما اینا حتما هر چیز زودتر به انجام رسانیدنمان در کار البته در اینجا نظارت کنید که همه از لحاظ در اساسی لایه‌های تهیه شده دست سطح بلند با صفت ما برای خودمان میسازیم که 10 ساله راه ها خدمت کنند. در 7 سال اخیر از حساب همه منبع‌های مبلغ‌زاری 82 کیلومتر راه ها با مبلغ 2 میلیارد و 235 میلیون سومانی از نوسازی شدند. در شهر دوشنبه در 3 سال آینده در شهر دوشنبه باز 40 کیلومتر راه‌های ماشینگرد با 7 استکاده با ارزش عمومی زیاده از 3 میلیارد سومانی ساخته به استفاده داده می‌شود. تنها در سال 2023 در پایتخت مملکت 16 کیلومتر راه‌های ماشینگرد با ارزش 700 میلیون سومانی بنیاد و به استفاده داده شدند. برای چی در شهر دوشنبه بسیار میتون در 1 سال لیکن تمام کمیونیکاسیون پایتخت در زیر راه ها است که راه و میشود تجدید باید حتما کمیونیکاسیون را با اقتدار امروزه با زیادشوی اهالی و ساختمان‌هایی هست اونا مطابق کنندنمون در کار برای همین از سرعت ساختمان گرچنده که پستر هم باشد لیکن من فکر میکنم که آن نقشه که حکومت شهر دوشنبه وای کرده است عملی سازد خیلی خیلی کمیونیکاسیون شهر دوشنبه به شرایط زمان معاصر هم مطابق میگردد و هم بسیار مشکل ها از بین در ساحه نقلیات از بین میرود. قابل ذکر است که سالهای آخر ساختمان و به استفاده دادن راه‌های محلی وسعتی تازه گرفته. تنها در سال 2023 از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری خصوصاً با سهم صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه با مبلغ زیاده از 300 میلیون سومانی قریب 1000 کیلومتر راه‌های محلی تجدید گردیده بنیاد و از نوسازی 41 پل به انجام رسیده است. ما تصمیم گرفتیم که با عملی سازی هدف‌های معین کرده اما در 5-6 سال آینده همه راه‌های بین المللی و جمهوری مملکت را پوره با معیارهای سطح جهانی مطابق گردانیم. در اینجا برابران ولایت‌ها و شهر نایار صاحبکاران عزیز و محترم رساندنی هستم. رحمتی کلان ما میندار مردم تاجستان میندار است. هر جایی که کاری خیر و ثوابی کردین مردم با آی شما رو میدین. لیکن من بسیار خواهش میکردم که سراسیمه و به صفت نسازیم. بجای 1 کیلومتر 500 متر کنیم. لیکن با استانداردهای جهانی باید برابر باشد. راه را با صفت سازیم. روشن نمایی کنیم. کوچه‌ها را وسیع سازیم. آینده دور اندیشه کرده ماده کن. اهالی زیاد شده ایستاده است. نقلیات هم زیاد میشن. بینیتون تمامی از نه اینکه در شهر دوشنبه
دوردستترین شهر ناحیه ما رویتان در مرکز ناحیه شهرها مشکلات نقلیات است، تنبشوی نقلیات است. با خدا دولت مردم تاجیکستان از این زیاده کند، لیکن ما هم دور اندیشه کرده راه ها مونه در محل در نظر دارم دیه ها محل دوردست اهالی نشین همین چیز را با اینوبت گیرید 100 متر بنیاد کنید لیکن با صفت باشه، با صفت و وسیع. فریب کردیم کی را فریب میکنیم؟ خودمون را فریب میکنیم. همون کوچه خطی پگه بعدی سر مای شما کی میگذارد؟ فرزندان مای شما، نبیرای مای شما. یعنی بنیاد راه‌های معاصر در آینده نزدیک به ما امکان میدهد که به هدف استراتژی ما با کشوری ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان نائل شده، رشد استوار اقتصادی و باز هم بهتر گردیدن شرایط زندگی خلق ما را تامین نماییم. در برابر ساخته و استفاده دادن راه‌های ماشینگر، ترتیب استفاده برای ثمرناک و در حالت خوب نگاه داشتن راه‌های بنیاد گردیده یکی از مسائل مهم به حساب می‌رود. وابسته به این جاری نبودن مکانیزم نظارتی رقمی حرکت نقلیات گرانوزن خیلی مهم است. علاوه بر این برای پورا نائل گردیدن به هدف‌های استراتژیکی کشور بنیاد مرکزهای لوجستیکی، تقسیمات یک لوح و افزایش دادن شماره نقلیات بارکش از جمله واسطه‌های نقلیات یک دامدار در همکاری با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران مهم می‌باشد. وزارت نقلیات و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی وظیفه دارند که من بعد نیز جهت جلب سرمایه و ثمرناک عملی نبودن لایحه سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه انفراستراکچور نقلیاتی از جمله لایحه شبکه یگانه نظارتی رقمی چین‌کنی وزن نقلیات بارکش تدبیرهای حتمی اندیشه. ما بعضا پرابلم ها را می‌دانم در راه ایستادن و چین کردن با جای چین کردن با دیگر کارها مشغول است. اینا را از بین میبریم. بر زمین وزارت نقلیات و خدمات گمرک را ضرور است که جهت وسیع نمودن گذرگاه‌های نزدیک سرحدی، تشکیل دالان‌های سبز با استفاده از تکنولوژی‌های رقمی و موافق استانداردهای معاصر بین‌المللی بنیاد کردن ترمینال‌های نزدیک سرحدی چاره‌جویی نماید. وزارت نقلیات و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی وظیفه دارند که جهت تکمیل استانداردهای اکولوژی و اجتماعی تهیه لایحه بنیاد و از نوسازی و استفاده راه‌ها با مقصد مطابق نبودن آنها با پرینسیپ‌های اقتصادی سبز، کبودیزار کنی شفت راه‌های ماشینگردی دارای اهمیت بین‌المللی، جمهوریوی و محلی تدبیرهای تأخیر ناپذیر اندیشه. علاوه بر این ضرور است که جهت رعایت قاعده‌های حرکت در راه، پیشگیری کردن صدمه‌های نقلیاتی، حفظ حیات و سلامتی شهروندان، بلند برداشتن مدنیت رانندگی و تازه نگاه داشتن شفت راه‌ها تدبیرهای مؤثر اندیشیده شوند. من در همین جا مراجعت به مردم تاجیکستان مخصوصاً رانندگان نقلیات مسافرکش و به مسافران محترم شهروندان جمهوری تاجیکستان مراجعت میکنم. شاید این پیامم نبود لیکن آن چیزی به چشم میرسد. نخواد که ما میگویم ملت تاجیک تمدن و فرهنگ بای غنی اینقدر قدیمه دارد. ما میگوییم که این جشن نوروز بین المللی این مال ماست که بیش از 6000 سال تاریخ دارد.
و جشن نوروز خود این زیبایی پرستی است، این تازه‌کاری است، این مدنیت بلند انسانی است. لیکن ما با چی تبدیل می‌شویم وقتی که در نقلات سواره با هوا می‌پرتویم به طبیعت، با دو طرفی راه شیشه‌های پلاستیکی که آب می‌نوشید یا سلفان‌هایی که چیزی دارن دو طرفی شفاتی راه را بینید. این مدنیت ملت تاجیک است، خلق تاجیک است. در شهر نایا آیا همین است؟ چرا در حوله خانه در خودتان نمی‌پرتوید؟ برای چی؟ خانه شما؟ دولتی کیست؟ دولت از خانه شروع می شود، از عائله شروع می شود. دولت این اسناد خلق است. خلق و دولت یکی. وطن کیست؟ هر شهروند میگذارد چی بها میدهد؟ چی؟ بینتون چاره‌جویی کنیتون از بین برید، نباشد هست راهش. لایحه قانون تیار، من امضا نمیکنم، برای جریمه بی‌نهایت سخت کردم. همین لازم است. یا او قدر زحمت زیاد را طلب نمی کند. هست همین که مدنیتی بعضا فردایی که تربیه درست نگرفتند، مدنیت این سطحی پستی معرفت را ایشان میکرد. ما میگیم تاجیکستان را آباد میکنیم با همین اقدام. علاوه بر این ضرور است که جهت رعایت قاعده‌های حرکت در راه آنچه که نوبر کردم ما میبینیم، ما چاره‌جویی میکنیم. لیکن من امروز از فرصت استفاده برده با مردم شهروندان جمهوری تاجیکستان، هم رانندگان هم شهروندانی که وای میشوند، مدنیت آداب و وای کنیتون زیان به آبروی و تمدن و فرهنگ ملت تاجیک نرسانید. حالا که بعضا سر لباس بیگانه پرستی کرده، سر لباس بیگانه را قبول کردین، همین صفاتون بس. لیکن آدابتون را رعایت کنید. جای نماز در کجا میپرتوید؟ طاعت و عبادت در کجا میکنند؟ در جای کجا؟ جای تازه. برای این مسجد میروند. ما اگر فردی مسلمان باشیم 99.9% ما این چیزی شریعتی هم هست. این بی‌آدابی است، بی‌مدنیتی است کسانی که به این کار دست میزنند. با این مسئله جدی مناسبت نمایید. یعنی چون زبان عادی پدر باباهای گذشته ما شما نیاز شناندن، ما میوهش حالا خورده استفاده میبریم. همینطور نه. باغای ما اکنون نه بار آورده باستن، نه. ما هم شینانیم که پس از سری ما شما نسل‌های آینده، فرزندان ما، نبیرهای ما، ابیرهای ما از این باغ‌ها استفاده برن، بهره برن. چی میراث میگذاریم؟ چگونه دولت میراث میگذاریم؟ بعدی سری خود چی میمانه با آینده نسل آینده؟ یک ملک آباد، یک ملک پیشرفته. این وظیفه جانی ما شما. گرمشوی حرارت سیاره و عاقبت‌های منفی آن، کم‌آبی، خشکسالی پیاپی و دیگر آفت‌های طبیعی از جمله سردی بی‌سابقه زمستان گذشته، یعنی طور بد شدن حالت محیط زیست انسانیت، علاوه بر این که باعث تلف
وزنی شدن تامینات با مواد غذایی و آب با صفت نوشاکی در بسیار کشورها و منطقه‌های جهان گردیده ایستاده است. با پنه‌شوی بیماری‌های سرایتی و تا رفع استوار گردیدن مقاومت واسطه‌های دارویی موجوده بر ضد ویروس چنین بیماری‌ها مشاهدت کرده ایستاده است. بنابراین اهل بشر از جمله ما مجبور هستیم که برای اصلاح وضع ناگوار محیط زیست و پیشگیری کردن خرابشوی منبعد آن در نوبت اول با راه جدی کم کردن پرتاب گازهای گلخانه‌ای، نهال شنانی و کمبودزار کنی و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب، یعنی به خاطر نجات طبیعت و انسانیت تدبیرهای بی تأخیر و مؤثر اندیش. بسیار خیلی امروز سال گرم آمد دیگر آمد. لی این گرم شوی تنها با پیرک‌های تاجیکستان زیان نمی‌رساند. این برای آب و یک وی نیست. با سلامتی انسان امروز به نهایت ضرر رسانیده ایستاده. بینیتون چقدر بیماری ها زیاد شده ایستاده است. حس میکنیتون بعد کووید، بعد گرم شوی ها. نه اینکه انسانیت، حیوانات و نباتات. ما در شهر دوشنبه مشاهده درخت‌های 40-50 ساله در وی تابستان گذشته در ماه اکتبر نوامبر یک بار خشک شده. سبب چی است؟ عالما را دعوت کردیم ریشه بکن. چی است؟ برای چی؟ کسی گفته نمیتوان. لیکن متخصصان سطح جهانی اثبات کرده ایستادند که امروز گرمشوی اقلیم به نهایت ضرر منفی به سلامتی انسان آورده ایستاده است. آن داروهایی که اختراع کردن و آن داروهایی که امروز وای میشنن الکی به وی تاثیر گذاشت کم شده ایستاده است. تبابت کردن. ما فکر نکنیم که ما در سر آب هستیم، آب داریم دیگر وای میشن. نه برادر، ما آب را ثمراناک استفاده بردن ما کنیم. ما فکری همسایه های نزدیک خود را کنیم. ببخشید تاجیک‌ها یک مقال خوبی تاجیکی دارن، میگه که گشنه به شیر میزند. وقتی انسان به آب مان بیند که به هلاکت میرسد چیکار میکند؟ چی آب نارک در داشته میسی؟ هموطنان عزیز، وابسته به تحولاتی در اقتصاد جهانی معاصر با وجود آمده و کنده شدن زنجیره عنعنوی تحویل مال و محصولات، افزایش اهالی، اینچنین بر اثر تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های منفی آن، خشکسالی پیه و کم‌آبی از جمله در منطقه ما طلبات به آب و محصولات کشاورزی تا رفت زیاد گردیده ایستاده است. در برابر این تغییریابی با صورت وضع بازار جهانی آذوقه‌واری و بالاروی منتظم نرخ محصولات غذایی ما را وادار می‌نماید که با بهسازی حالت ساحه کشاورزی، افزایش دادن استحصال محصولات آن، رشد مجموعه‌های اگروصنعتی و با همین راه تأمین نمودن امنیت آذوقه‌واری کشور توجه اولین درجه ظاهر نماید. در نتیجه تدبیرهای از جانب حکومت مملکت عملی گردیده و زحمت صاحبدلانه کشاورزان، سطح تأمین‌ناکی اهالی با محصولات اساسی غذایی افزایش یافته. سال 2023 استحصال غله‌دانگیات نظر به سال 1991 6 برابر، از جمله گندم 5.6 و شالی 6.7 برابر، کارتوشکا 10.8 برابر، سبزوات 9، پالزی 17.5، میوه‌جات 10 و انگور 2 برابر افزایش یافته است.
در این دوره سرشمار چهارهای کلان شاخدار 2 برابر قریب به 3 میلیون رسید. چهارهای میده 2 برابر قریب به 7 میلیون و پرنده 1.9 برابر زیاد شده است. این چیزی که به خیر گرفته شده است. من باوری کامل دارم که قریب با 50% دیگر غیر است. واردات گوشت و از خارج کشور سال به سال کم گردیده از 12,7 هزار تانه در سال 2014 به 144 تانه در سال 2021 کاهش یافته است. واردات شیر نهایت کم به کار گرفته شده است. یعنی حالا طلبات اهالی مملکت با گوشت و شیر وطنی پورا از حساب استحصال خود تاجیکستان تامین شده ایستاده است. این یکی از محصولات اساسی غذایی به شمار می رود. خاطر از آن می نمایم که در زمان ساخت گذشته هر سال به جمله 160,000 تانه گوشت و 170,000 تانه کارتوشکا وارد می گردید. و در وقت مقایسه کردن فراموش باید نکرد که در 3-10 ساله گذشته اهالی تاجیکستان 5 میلیون به 10 میلیون رسید. یعنی طلبات به مواد غذایی 2 برابر زیاد شد. همین با 2 برابر اهالی تاجیکستان با پایانتر رقم میگویم که چند فایز ما خود را بگیم. یعنی در دنیا کار نمیشدگی نیست. سال 2023 تأمینات با محصولات اساسی از قوار استحصال وطنی در کشور به 85% رسانیده شد که این نشان دهنده نسبت به سال 1991 2.5 برابر زیاد می باشد. خب این رقم را وای باشد ما اساساً گندم 60% با گندم و هستیم از واسه زمین که این کارم حل کردن ممکن راهش است. اگر در صورت همین میدان کشت غله‌دانه را ما حاصلناکی را بلند کنیم خودمان با گندمی 3 سال وطنی پورا تامین کرده میتونیم. هم پخته را میگیریم هم گندم میگیریم. این وابسته است از خود ما، عالمای ما، خود متخصصای ما که به دهقانان مصلحت داده تخمی‌های اعلی صفت وارد کرده میشود. کاری نمیشدگی نیست. مثل کووید 19 اگر سرحدها را بسته شود چی؟ برآوردن مواد غذایی دیگر دارواری را منع کنند چی کار میکنیم؟ ما مجبور هستیم. راه دیگر نداریم. خود را تامین کردن نماده کن. امکانیت هست. جای چشمندی نیست. آب داریم، زمین داریم، عقل داریم، دست بازوی خوب داریم، دهقانای اصیل داریم. برای چی نه؟ بعضا محصولات را میگویم که با طلبات استعمال چگونه باشد. استحصال کارتوشکا 122% طلبات از این هم زیاد است. سبزوات 174%، پیاز 527، سبزی 360، پالزی 312، گوشت شیر 100% بر زیاد از معیار استعمالی تامین گردیده است. یعنی امروز کشور ما با این نمودهای محصولات آزقواری از حساب استحصال داخلی پورا تامین می باشد. برای زحمت صافدلانه که از نشان دهنده ذکر شده و فراوانی بازار استعمالی به خوبی معلوم است و همه کشاورزان مملکت منتداری صمیمی خود را بیان می نمایم.
من به نزدیک در ولایت خطلان بودم، سفر داشتم. از یک خواجگی دهقانی دیدن کردم، 20 نفر کار و فعالیت داره. در یک خواجگی دهقانی اونا دیدن در کار با چشم سر قریب 100 تن لیمو پرورش کردگی آماده. 100 تن، هزارها تن محصولات لیمو دیگر. من در این اپلیکیشن یا میوه‌ای که در برای ما دیفیسیت در بازار کمچین بودن، نرخش بسیار گران بود زمانهای گذشته، حالا آماده است برای صادرات. یعنی دهقانان چگونه راه‌های زندگی راه‌های باید میگیرن. و بینتون حاضر چی میگم کلوبلیکا رو قلفینای مایلش گرچنده این چیزی برای مردم وای نیست، این اساسا برای بای بچه ها هستن، آدم‌ها که امکانیت دارن، چون که یک کیلوش در بازار میگن 120 تومان، رحمت پدرشون ده فروشن. کسی امکانیت داره میخرد. اساسا کی مشغول؟ استحصالات چی؟ دهقان. اینا پرورش کردن در کار، در فصل زمستان گرخانه میکند، عذاب میکشد، خراجات میکند. بله باشد. برای چی دی؟ برای چی از خارجه میاره؟ در 300 تومان؟ برای چی از خودی؟ و بینه صفاتش خوب بهتر. نه گپ درباره قلفینه نمیره. گپ درباره سبزوات دیگر هم بادرنگ پمیدار و کلافور بالگری و دیگر اون سبزواتی که امروز 5 سال پیش این چی نبود که از خارج می اومد. 10 سال پیش عموما نبود در فصل زمستان. طبق معلومات سازمان بین المللی بحران آذوقه‌واری جهانی سالهای 2022-2023 یکی از شدیدترین بحران‌ها در تاریخ بشر بوده. در 82 کشور دنیا بیش از 1.7 میلیارد آدم دچار شدند. این نمیشه بروز. این شماره کم نیست. علاوه بر این سال 2023 در تاریخ مشاهده‌های آب و هواشناسی سال گرمترین انسانیت به شما سال 2023. یعنی ما شما از این سختیات سخت‌ترش گذراندیم. جنگ بدبختی تحمیلی شهروندی، به خانه و در ماندیم، خانه‌های خود را آتش زدیم، فرزندانمان را گم کردیم، خویش اقربا یار و دوستانمان را گم کردیم. خب از سر گذرانیم. حتی قریب به گرسنگی آمده بودیم، چرا استعمال نکردیم؟ یعنی آن تاکیدهایی که من 10 ساله آخر برگشته میکنم که هر یک عائله باید ذخیره مواد غذایی 2 ساله داشته باشد، این شوخی نیست. هرچی محصولاتی که میتوانیم با کدام راه و تکنولوژی که نباشد برای عائله خودت مخصوصا در فصل زمستان و تیرما داشته باشید. نه که تیرما و زمستان همه ساله. ما کسی امروز پیشگویی کردن نمیتواند که غیر فلسطین و غیر اوکراین و دیگر فردا در کجا چنین آفتی چنین بدبختی سر بزنند. در کجا؟ سال گذشته ماه اکتبر برف و باران در تاجیکستان شروع شده بود. از ماه اکتبر تا امروز یک ماه زمستان پسی سر میشه. تیرما پسی سر شد. نسبت به سال گذشته 90% بارشات کم است. اگر همین ادامه یابد در جهان بسیار تغییرات‌های وی رفته ایستاده است که هیچ یگان سیاستمدار جهانی پیشگویی یگان دانشمند پیشگویی کردن نمیتواند. چه انتظار است ما را؟ پگاه دیگر. سالهای آخر دستگیری و امتیازهای برای رشد ساحه کشاورزی پیشنهاد گردیدن نتیجه‌های مثبت داده ایستادند. در 7 سال آخر حجم عمومی استحصال محصولات کشاورزی
1.6 برابر زیاد گردیده است. تنها در اساس تطبیق امتیاز در ساحه پرنده پروری در این دوره شماره کارخانه‌های پرنده پروری 3 برابر و حجم عمومی استحصال محصولات ساحه 5 برابر افزایش یافته است. با مقصد ادامه دادن این روند حکومت مملکت با مسئله کارکرد محصولات کشاورزی، رشد صنعت خوراکواری و صادرات محصولات آن دقتی اولی درجه دید. علاوه بر این در سمت تشکیل آزمایشگاه‌های جوابگو با طلبات بین المللی، حل مسئله اعتراف سرتیفیکات صفت سامانه قرض امتیازات جدا کرده شده است. در این دوره 1450 انشاءات سیاحی بنیاد گردیده. سال 2023 شماره سیاحان به 1,200,000 نفر رسیده است. ولی تاکید می نمایم که امکانیت های برای رشد ساحه استفاده نشده هنوز خیلی زیاد است. با مقصد ثمرناک برآمدن کارها در سمت سیاحی با نظارت قطعی آنها ضرور است که تحت راهبری معاون دخلدار سروزیر کشور با شامل نمودن یکی از معاونان رئیسان ولایت‌ها و شهر نایه‌ها گروه کاری با صلاحیت دائمی تأسیس داده شود. یکی از معاونان سروزیر مخصوص صلاحیت دار نه، مخصوص معاون سروزیر و در همه ولایت شهر نایه 1 نفر معاونان رئیس ولایت و رئیس شهر نایه با این کار مشغول میشن به واسطه و دائمی. عملی سازی برنامه و نقشه های بنیاد انفراستراکچور سیاحی، یعنی وظیفه این گروه کاری دائمی بنیاد انفراستراکچور سیاحی، رشد هنرهای مردمی، کاسبی از جمله قالین بافی، اطلس و ادرس بافی و زرگری، اینچنین کسب و هنر آموزی شهروندان مملکت، تشکیل و نظارت کارهای آبادانی و کبودیزارکنی، تازه و آزاده نگاه داشتن محلهای اهالینشین، محلهای اهالینشین هر یک خانه و دری اهالی مملکت، از خانه و در و زمین نزد اهالیگی، بعداً اهالینشین، محل اهالینشین. هنر آموزی شهروندان مملکت، تشکیل و نظارت کارهای آبادانی و کبودیزارکنی، تازه و آزاده نگاه داشتن محلهای اهالینشین، حفظ طبیعت و استفاده ثمرناک زمین‌های پرزیدنتی و نزد اهالیگی به ذمه این گروه کاری واگذار کرده میشه. هر یک عائله، هر یک خانه و در آمده میبینید چگونه از زمین نزد اهالیگیش استفاده میبرند، در کجا سرخانه و جای اجاقخانه دارند، در کجا خواب میکنند، شرایط زیستش، خانه و درش، تازگی آزادگی گرد اطراف خانه اقامتیش و کوچه و محل در یک. همچنین تشکیل فعالیت محل و رسته ها در یک جمع سپارش دادم نکردیتان. همچنین تشکیل فعالیت محل و رسته ها و گوشه های هنرمندی در تمام قلمرو مملکت، از جمله در همه مغازه و بازارها برای ماندن فروش محصولات استحصال وطنی، خصوصا محصولات و مصنوعات هنرهای مردمی، مسائلی می باشند که باید زیر نظارت گروه کاری قرار داده شوند.
در هر یک بازار و مغازه و رستوران، در هر یک شهر نایه ها رستای هنرمندا را میکنید، میتید برعکس کمکشان میکنید. بعضا امارات های خالی داریم را برای ولایت شهر نایه. ما همین سپارش داده بودم قلعه موغ داخل قلعه را که دائمی تیر قلعه خوجا نباشه تیتان خونه را دیگه به هنرمندا زرگری دیگر هم هنرمندیش میکند هم همانجا بفروش خانه دویمش میشود. هم سیاحان ما میداند که به کجا رود، هم به تماشا هم برای خرید یگان نشانه یگان رمزی باید. فهماست؟ گروه کاری هستیم ما با حکومت مملکت اوید به کارهای اجرا شده حسابات پیشنهاد بنماید. همزمان با این بانک ملی و دیگر تشکیلات‌های قرضی مملکت دادن قرض‌های خرد امتیازناک را برای رشد هنرمندی و کاسبی وسیع به راه ماند. به دستگیری مالیوی کاسبی و هنرمندی رشد نمی‌کند. قرض و امتیازناک دادن در کار. قرضای کلان نمیگیرن. اون چی ریش نمیخرد، متا میخرد. بعضا مسئلاتی کمتر کارش که پیش رفت دیگر از محتاجی میبره. این کار را کردم در کار. ما شرایط چونی فضا مهیا کنیم که هر یک فرد جامعه ما خودش از سمریالیزاسیا کند. چی هنری دارد، چی کسب آن دانش و ملکه و وی دارد کند، بیکار نگردد، نه در کوچه نه در بازار نه در دیگر جا. هنر داشته باشه میکنه. اینا من برای آن پایانتر میستم. اینا برای آن گفته ایستادم که من شرایط شخصم شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجر را در خارج کشور نقض میدانم. برای ما شما عیب نیست. نه اینکه مردها زنهای تاجی بانوان تاجی در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ و ناموس داریم؟ من دیگر شدم مشکلات صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم. قابل ذکر است که طی سالهای آخر در برابر اندیشیدن تدبیرهای ضروری دایر به حل مسائل ساحه فرهنگ جهت معرفی فرهنگ باستانی خلق تاجیک در عرصه بین المللی یک قطار اقدامات نظررس عملی گردیدند. سال 2023 15 یادگاری تاریخی و فرهنگی تاجیکان به فهرست فرهنگ مادی و غیر مادی یونسکو وارد کرده شد که باعث اعتبار بیشتر پیدا کردن فرهنگ باستانی ملت تاجیک در بین جامعه بشری گردید. با مقصد گسترش بخشیدن ترمیم و برقرارسازی و حفظ یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی این چنین رشد سیاحی در این سمت پیشنهاد می‌نمایم که در نزد حکومت مملکت
ساختار علایده агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ таъсис дода шавад. ман мебинам баъзан ёдгориҳои таърихӣ мо кардем, баъзан ҷои марказӣ дигараш деҳаҳо хона кардан ва оғил кардан, ҷои ҳайвону дигар рафтан. инҳоро ҳамаша барқарор кардан мода нишон диҳем барои наслҳои оянда, барои ҳеҷ кане, барои наслҳои оянда нишон диҳем. хеле зиёд аст, хеле. ساختار در نزد وزارت فرهنگ است، لیکن حتی بی‌نظارتی هم است. ساختار نزد حکومت نمیشود، ما نظارت میکنیم از کار و بار و ویام، هم مبلغ جدا میکنیم، هم برقرار سازی کردن مادر، حفظ کردن مادر. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، رشد معاصر اقتصادیات و بلندبرداشتن رقابتناکی آن بدون رشد سرمایه انسانی غیر امکان می باشد. وابسته به این سطح رشد و ثمره‌ناکی استفاده سرمایه انسانی برای دولت و حکومت اهمیت اولی درجه دارد. رشد سرمایه انسانی عامل کلیدی بلندبرداشتن سطح و صفت و ثمره‌ناکی شاخه‌های اجتماعی، مخصوصاً معارف و تندرستی، علم و اینوواسیا، اینچنین فعالیت ثمره‌ناکی مؤسسه‌های علمی میباشد. در نوبت خود رشد علم و معارف کلیدی پیشرفت همه ساحه‌ها و عامل مهمترین تامین نمودن آینده باثبات دولت و فردای با سعادت جامعه به حساب می‌رود. دستگیری تحقیقات علمی توسط بالا بردن معیار مبلغ‌زایی آن، تأسیس مرکزهای معاصر علمی، آزمایشگاه‌ها و برآمدن همکاری مؤسسه‌های علمی با استحصالات در دوره می‌بعد مهم ارزیابی می‌گردد. در رابطه با این با حکومت مملکت از جمله وزارت‌های معارف و علم، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، رشد اقتصاد و سودا، مالیه و اکادمی ملی علم‌ها سپارش داده می شود که جهت مبلغ‌زایی، تقویت و استفاده ثمره‌ناک سرمایه انسانی تدبیرهای مؤثر را اندازی نماید. پرزیدنت اکادمی فنها ما چقدر مبلغی که باشد چی نشد، چقدر مبلغی باشد با سایه علم روانه میکنه، دریغ نمیداریم، لیکن دانشمندان اختراعکار را تربیت کنید. مایلش ما نسبت به عالمان سخن یگان چیز اراده نداریم، لیکن برابر این باید اختراعکارا را تربیت کنیم. دانشمندان اصیل تربیت کرده ما در کار. اقلا یک نمود دارواری را استحصال کنیم در داخل کشور. دور نه 50% استعمال داروهای استفاده داروباری در داخل کشور برامونه. 90% تمام داروباری از خارج کشور است. ما دیگرش نمیگیریم. گیاهای شفابخش نباشد دیگر گیاهای شفابخش ما را برآورده دیگر کشورها یکی داروباری برای انسان و میکنه استحصال میکنن با خودی ماده بفروشن. جدی مشغول باشیم. علم تاجیک گسترش انکشاف یافتنش نکنید. عالمای جوان را تربیت کنید. همه آزمون هایی که من تشکیل کردم هدف همین است. گلچین کنید، گیرید، تربیت کنید.
تربیت مشغول شویم. آموزگار همه ما شما تربیت کنیم. فقط یک کاغذ نتیم، عقل تیم، دانش تیم، کسب تیم، هنر تیم. سال 2017 نظام معارف کشور 2.1 میلیون نفر را به تحصیل فرا گرفته باشد. پس در سال 2023 این نشان دهنده به 2.6 میلیون نفر رسیده است. طبق دورنما این شماره تا سال 2025 به 2.7 میلیون نفر میرسد. این روند ضرورت بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی نو و بلند برداشتن امکانیت‌های نظام معارف را تقاضا می‌کند. من تحلیل همین سالا را کردم. در سال 2023 130,000 نفر مکتب‌های میانه را ختم کردند. 261,000 نفر به صنف یکم رفتند. 200 مؤسسه نوی زمانوی تعلیم بنیاد کردیم برای 48,000 نفر. 73,000 کودک جای نشست ندارد. این هر سال زیاد شده این سال است. 73,000 یعنی ما در یک سال تقریبا بیش از 400 مؤسسه تعلیمی نو بنیاد کردن ما در کار است. من برای چی در همه سخنرانی‌ها دستای این با پدر مادران صاحبکاران و همه جا اهل جامعه مراجعت میکنم که ما پیش از ما فکر انسان کنیم، فکر فرزند ما کنیم، فکر سر لباس، شکم سیر، شرایط خواندن، تعلیم که بی سواد نماند، بی کسب نماند، بی هنر نماند، فکر اینا کنیم، فکر مال و حال و گاو و اسب و ویمانه نکنیم، گوسفند مانه. این میشود. اولا ما پیش از همه فکر انسان کنیم، شرایط درجه عالی مهیا کنیم. هممون از من سر کرده اعضای حکومت، وکیلان مردمی در حوزه‌های انتخاباتی میروید، اول با مکتب روید. یک مکتب مرکزانه دوردست‌ترین دیه‌های محلی اهالی نشین مکتب‌ها را بینید. شرایط درجه عالی به یاد بیارید. خودتان هر روز روبرو میشوید. ببینید با 160-80 دولت دنیا ما همکاری داریم. هم همکاری های دیپلماتی هم اقتصادی دیگر. دیده ایستادتون خودتان روبرو میزنید. شما بیشتر حس میکنید بیش از مردمی که در سطح پایانی کار و فعالیت میکنند. ما باید پیش از همه غمخوار باشیم. ما باید در فکر آن باشیم. وقتی ملت بی‌سواد میماند این بدبختی دولت نمیآورد. ما سالهای 90 گذراندیم ایچ. سالهای 90 یکی از سبب اساسیش همین بود. کجا میرفت کودک؟ جای رفت نداشت. نه جای ورزش داشت، نه یک جای دیگری وای داشت. چه میرفت دیگر؟ پیش کی میرفت؟ با همه ما شما معلوم. نه راه بود. 6 ماه در کدام شرایط زندگی میکرد کسی پروا نداشت. چی میخورد؟ زنده است؟ چیکار دارد؟ کسی. قابل ذکر است که تاجیکستان طبق تحلیل های یونسکو و بانک جهانی به گروه کشورهای داخل شده است که حجم مبلغ‌زاری آنها به ساحه معارف از حساب بودجه دولت زیاد می باشد. در این رده‌بندی مملکت ما از 183 کشور تحت آموزش قرار داشته جای 21 را اشغال می نماید. خاطر نشان می نمایم که اوضاع زود تغییر یابنده جهانی امروزه نظام معارف منظم، مستحکم و در عین زمان جوابگو به طلبات روزافزون جامعه را تقاضا می نماید. در چنین شرایط آماده کردن کادرهای
بلندیخساس آموزگاری، باز هم بلند برداشتن صفت تعلیم، اعتبار جدی دادن با آموزش زبانهای خارجی در تمام زمینه‌های تحصیلات، علم‌های دقیق، ریاضی و طبیعی وظیفه مهمترین راهبران و مسئولان ساحه و اهل معارف میباشد. دوستان عزیز، عجایب و دیسپراتپوسی وی است. قریب 300,000 در دانشگاه و دانشکده عالی مملکت تحصیل دارند. جوانان ما دانشجو، ما در وقتی ختم میکنم با کار دعوت کردن در وزارت اداره اکثریت، ولی اتستاسیا گذرانی 80% زبان خارجی را، یگان زبان خارجی را نمیدونه. دیروز تمام کرده است. از رابطه های اقتصادی خارجی ما با 160 دولت دنیا ما رفت و آمد داریم، گفتگو داریم، داد و گریفت داریم، بحث و مناظره داریم، غیری رابطه های دیپلماتی. برای اینا چی در کار؟ متخصص چگونه؟ متخصصی که زبانهای خارجی رو بداند، گفتگو کرده بتواند، معاشرت کرده بتواند، تاجیکستان معرفی کرده بتواند. در کدام دانشگاه‌های عالی ما چه حقوقشناس زبان خارجی را داند این گنده است؟ برعکس اینقدر حقوقشناس عالی ما ختم میکنند در جمهوری حسابش گم. لیکن ما حقوقشناسان سطح بین المللی جاگو بینید انگشتمار است. یا که اقتصاد چی؟ یا حقوق و دیگر کارمند متخصص سوای بانکی و دیگر سوال چی؟ مگر دانستن دانشجو چقدر وقتی وای دارد دانستن زبان خارجی برای او مشکلی میکند؟ نه. برای چی برای آن میمونه؟ برای چی؟ صرف نظر از اختصاصی که وای انتخاب کرده است. آموزگار اگر زبان خارجی را داند بچه ها همه میخونند. آینده همیده میرویم، آینده حتما میرویم که پارلمنت دپوتات انتخاب میشود که دو زبان خارجی را مثل زبان مادریش میداند. یا اعضای حکومت آن را انتخاب میکنند که اقلا دو زبان خارجی را میداند. این ساعت میرسیم. برای همینم تمام زمینه‌های تحصیلات و آموزش زبان‌های خارجی را از باغچه بچگان سر کنید. از باغچه بچگان سر کنید. بعضا کشورهای پیشرفته حالا در فکر زمینه‌های تحصیلات هستند. ما از 6 میگوییم. خب تا باغچه 6 سالگی. کشورهای دیگر از سن 3 رفته ایسان 3-4 سالگی. زینه اول مؤسسه تا مکتبی 3-4 سالگی و 12 ساله بسیار دولت‌های متمدن وای رفتن قبول کردن. ما ماندیم دیگه. کشورهای بعضن اونا علاقه این فکر را وای کرده ای ساله برای درس با صورت کیهانی پیش رفتن اینتلکت سونی دیده ای ساله بدونیم. حالا فرزندان ما نبیره ها کودکان ما پیش مانده تلفن میگیرن بازی میکنن خرسند میشویم. با پلانشت ها میگیرن بازی میکنن و میکنن نخوانده است درس درک و میکنن میآورد در اون جای بازی خودش میآورد و کارش کردن میگیرن. ما بسیار خرسند میشویم. یعنی ذوقی کودکان چقدر زیاد. برای چی مؤسسه تا مکتبی ده ما یک جلب کردن کودکان را بیشتر وای نکنیم از زینه‌های 3 سال پایانی که با مکتب آماده شود. در این روند وزارت‌های مالی و علم، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی جهت تحکیم زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، همکاری فعال با کارخانه‌های استحصالی و آماده کردن کادرهای بلند اختصاصی تکنیکی و مهندسی چاره‌جویی نماید. وزارت مالی و علم کمیسیون عالی اتستاسیونی
агентии назорат дар соҳаи маориф ва илм, академияи миллии илмҳо ва академияҳои соҳавӣ ҳамчунин вазифадор карда мешаванд, ки барои ба сатҳи сифатан нав бардоштани фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ тадбирҳои зарурӣ андешанд. ман ҳатто ба вазири корҳои дохилӣ сипориш додам, ин қадар сайёҳо хориҷ ба омада истоданд, ворид шуда истоданд, кормандони милисияи мо дар боғҳо дар шаҳри ноё кор мекунанд, рӯбарӯ мешавад, садамаҳо шуда истодааст, як ҳодиса касал мешавад, бемор мешавад. агар корманди милисия забони хориҷиро надорад, кадом забон қатъи муҳоҷират мекунад, муроҷиат ва суҳбат мекунад, муошират мекунад? тарҷумон дар ҳама ҷо нест ку. оддитарин вая донистанаш дар кор ё не? хайл надонад. бале, надонад чӣ кор мекунад? баъд манамон анекдот карда ба партофтан мегиранд, социалистето дигара мазоқ карда вай мегардад. яъне мо дида и дониста имрӯз шароит ҳаст, ида карда мода кун, рафта мода кун. дар ин замина бояд рушди иқтидори илмии муассисаҳои зикр шуда дар доираи лоиҳаҳои давлатӣ ва байналмилалӣ анҷом додани таҳқиқоти арзишманди илмӣ ва дар радабандии ҷаҳонию минтақавӣ мавқеи шоиста ишғол намудани муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар таъмин карда шуд. вазоратҳои маориф ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, академияи миллии илмҳо, дигар вазорату идораҳое ки дар сохторашон муассисаҳои таълимӣ фаъолият мекунанд, ӯҳдадоранд ки тавассути роҳандозии барномаҳои таълимии муосир, омода кардани кадрҳои лаёқатманд ва баландихтисосро таъмин намоянд. вазорати маориф ва илм ҳамчунин вазифадор карда мешавад, ки дар ҳамкорӣ бо дигар вазорату идораҳо бо мақсади татбиқи лоиҳаи сармоягузории давлатии муҳити таълим, асоси таҳсилоти босифат, чорчӯбаи миллии рушди таҳсилот дар ҷумҳурии тоҷикистонро таҳия намояд. зарур аст ки дар раванди амалисозии лоиҳа муҳити мусоид барои дастрасӣ ба таҳсилот, таълиму тарбияи самарабахш, таълифи китобҳои дарсии насли нав, баланд бардоштани сифати таҳсилот, таҳлил ва арзёбии раванди таълиму тарбия ва беҳтар кардани инфрасохтори муассисаҳои таълимӣ таъмин карда шуд. дар ин раванд бояд ба масъалаҳои аз такмили ихтисос ва бозомӯзӣ гузаронидани омӯзгорон, рушди таҳсилоти иловагӣ, тақвияти мақоми омӯзгор дар ҷомеа, ҷалби бештари хонандагону омӯзгорон ба истифодаи технологияҳои иттилоотӣ, рақамикунонии соҳаи маориф, омода кардани омӯзгорон ва таҷдиди назар кардани стандартҳои касбӣ барои омӯзгорон, нозирон ва такмили муносибати босалоҳият ба таълим эътибори аввалиндараҷа зоҳир гардад. ҳозирини гиромӣ, дар кишвар шумораи аҳолии қобили меҳнат мунтазам рӯ ба афзоиш буда, дар 5 соли охир 8.4% зиёд гардидааст. инчунин суръати афзоиши аҳолӣ нисбат ба суръати афзоиши қувваи корӣ 2.5 баробар зиёд мебошад. бинобар ин ҷиҳати қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ ба шуғл зарур аст ки тибқи супоришҳои қаблӣ дар соҳаҳои иқтисоди кишвар ҳар сол зиёда аз 100,000 ҷойҳои кории нав таъсис дода шаванд. дар ин ҷода ман миннатдорӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти шаҳри душанбе мерасонам, ки дар худи ҳамин сол ба роҳи 40,000 мутахассисону коргарон ҷойи корӣ, аз ин 5,000 ҷойи корӣ барои занону бонувон муҳайё карданд.
در رابطه با این تاکید می نمایم که تشکیل جایهای کاری نو با آموزش مهنتی مناسب در داخل کشور و آموزاندن کسب‌های کارگری به شهروندان یکی از وظیفه‌های افضلیت‌ناک حکومت مملکت محسوب می‌یابد. در پایتخت کشور در ساختمان‌ها قوه قابل مهنت ساختمانچی‌ها نمی‌رسد. اندیشیدن تدبیرهای مشخص دایر با آموزاندن کسب‌های کارگری سراسر صاحب کسب گردانیدن اهالی مملکت و هرچی بیشتر در داخل کشور با جای کار دائمی تامین نمودن شهروندان نیز وظیفه اولین درجه حکومت مملکت می باشد. دوستان عزیز، صدها هزار نفر شهروندان ما شهروندان خارجی را قبول کرده ایستادند در یک سال. متخصصان بهترین شهروندان عادی را شهروندی نمیدیم. ما چقدر اندیشه کردنمون نکرد. آینده را فکر کنیم. هم جهت‌های مثبت است، هم جهت‌های منفی. این یگان مخفی نیست. وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، معارف و این کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، رهبران مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و تمام ساختار و مقامات دولتی در این سمت مسئولیت بی‌واسطه دارند. رئیسای رهبرای ولایت شهر نایاب پیش از همه همین مسئله جا میده. چند جای کاری اخباراتی بر دروغ سنجیده میشن و جزای سخت میده. هموطنان عزیز، ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی سمت افضلیت‌ناک سیاست دولت تاجیکستان به حساب رفته از جانب حکومت مملکت جهت تامین نمودن سالمی اهالی و بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی‌های طبی همه چاره‌های ضروری عملی شده ایستادند. مبلغ‌زایی ساحه منتظم زیاد شده. وضع تامین مؤسسه‌های طبی کشور با تجهیزات حاضر زمان و نیروی کادری سال به سال بهتر می‌گردد. پر از بین نرفته است. در سال 2023 برای ساحه تندرستی 3.3 میلیارد سومانی جدا کرده شده است که در مقایسه با سال 2017 2.3 برابر زیاد بوده. 8.8% بودجه دولتی را تشکیل می‌دهد. حالا در ساحه تطبیق 15 استراتژی و برنامه ملی با مرام ادامه دارد. تنها در دوام سالهای 2022 و 2023 132 مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتری ساخته به استفاده داده شد. ما چند روز پیش بینای نوی وزارت تندرستی را و حفظ اجتماعی اهالی را به استفاده دادیم. اگر کدام تواند میسر شده باشد وزارت سابق خود کونه وزارت هم میدیدین در کدام شرایط کار کردن پای اینقدر 100 سال قریب. تمام این یادداشت در هر گوشه شهر دوشنبه انشاءات و عمارت‌هایی هست که عموماً با کارمند ساحتی سازگار نیست. البته ما دراسر طولانی شد با در نظر سبب‌های ابجکتیوی سوبجکتیوی، لیکن حالا شرایط درجه عالی برای تمام کارمندان که در یک مؤسسه وای میکنند انشاءات برای 1000 نفر تمام شرایط و هم نظارت هم سیستم نظارت اتوماتیکی وای است. من باوری کامل دارم بعد این خدمت کار و فعالیتی از رهبریت وزارت سر کرده تا کارمندان سطح پایان کلاً تغییر می آمد.
با مقصد باز هم بلند برداشتن صفت و صبرانکی خدمترسان‌های کمک اولیه طبی سانیتری و تحکیم اقتدار ملی برای واکنش به حالت‌های فوق‌العاده در ساحه تندرستی. لایحه ملت سالم که مبلغ عمومی آن بیش از 630 میلیون تومان میباشد عملی شده ایستاده است. علاوه بر این در 5 سال آینده ساختمان و تعمیر بیش از 350 مؤسسه تندرستی با مبلغ زیاده از 500 میلیون تومان پیش بینی گردیده است. از جانب حکومت مملکت در سال 2023 قبول گردیدن استراتژی رشد حفظ اجتماعی اهالی برای دوره تا سال 2040 و برنامه مجموعی دولتی تیار نمودن کادرهای نظام حفظ اجتماعی اهالی برای دوره تا سال 2030 به حل مشکلات و مسائل جای داشته مساعدت می‌نماید. در زمان صاحب استقلالی شماره اهالی مملکت 2 برابر زیاد شده از 5.3 میلیون نفر در سال 1991 تا به 10.2 میلیون نفر در سال 2023 رسید. خب با سب عامل های تاثیر برای چی؟ کدام عامل ها؟ تحلیلان نشان می‌دهد که افزایش طبیعی اهالی از حساب زیاد شدن تولد و پس گردیدن فقر در زمان صاحب استقلالی هر سال به حساب میانه 2.1% را تشکیل می‌دهد. از جمله در این دوره شماره فقر به حساب 1000 نفر اهالی از 6 نفر در سال 1991 تا 3 نفر در سال 2023 پس گردیده است. یعنی در این دوره فقر 2 برابر کاهش یافته است. از جانب دیگر در این دوره دراز عمری میانه اهالی از 70 سال به 76 از 3 سال رسیده است. یعنی عمر میانه اهالی مملکت در زمان صاحب استقلالی بیش از 6 سال افزایش پیدا کرده است. نشان دهنده این مذکور دلیل روشن و واضح بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی مردم کشور می باشد. اگر باز هم شما صادقانه زحمت کشیم پای 10 سال دیگر داد شاید 80-85 من دائما تاکید میکنم طبیعت تاجیکستان طبیعت بیشتاسا است. مردمش باید نه کم از 100 سال زندگی کنند. شریعتان با معلومات شما و مردم تاجیکستان ما قریب که در تاجیکستان زوادهای شیمیایی نداریم. یک زواد نیروهای آزادی وقت بود زمان 32 سال خوب نه کم و بیش به کار انداختن دیگر نیست. میوه سبزوات شهربار از لحاظ اکولوژی تازه از همه مهمش برای سلامتی انسان این وابسته است با آبی باصفت که آشامیدنی که تاجیکستان از این لحاظ در جهان یکی از جای اول را اشغال می‌کند. برای چی اینقدر 76 برای چی 96 نی برای چی 100 نی برای چی 86 نی انا همون مشکلی که من بالا ایستاده گذاشتم اگر ما همون مشکلی های اجتماعی را آهسته آهسته برطرف کنیم همین ده برسیم. حتما وقتی روزگار هر یک عائله هر یک فرد جامعه خوبتر می شود سطح و صفتی زندگیش بهتر می شود غم و فکر و اندوهش کم می شود
بشاید عمرش دراز. با وجود پیشروی‌های نظراتی سالهای آخر هنوز بعضی جنبه‌های کلیدی ساحه از جمله بلند برداشتن صفت تربیت کادرها، از بین بردن مشکلات نارسایی متخصصان و عامل‌های کروپسیونی از جمله مسائل حل طلب ساحه میباشد. تکرارم شما من دیروز در وقتی وزارت با هیئتی راهبری کننده وزارت و راهبران خدمات ریاست‌های آن صحبت داشت از کمبودیاشون راست بینید سخت و که تاکید کردم خودشان هم بدانند روندی تربیت کادرها آن هم بهبودی را طلب میکنه پس است. عموما شخصی تصادفی در ساحه تندرستی کار رو فعالیت کردن حقوق معنوی ندارد. عموما یک خطاگیه که کارمند ساحه تیپ تندرستی میکند و حیات و ممات انسان در دستش است، این بسیار به وی حادثه ناخوش آورده میرسد. این که فاکتور هست مخصوصا متخصصانی که در ساحه متخصصانی که کالج های تیبی تیار میکنند صفتشان پست است، با طلبات زمانه جوابگو نیست. فقط یک حال کالجاش زیاد دادیم منبع درآمد جمع کردن است، دیگر چیزی دیگر ندارن، فکرشان فقط همین است. این را به ترتیب به نظام در آوردن در کار متخصص تیار کنند. یک بار دیگر از اتستات گذرانید، اتستات کنید. بعضی این مادی تکنیکی ندارد گیرتان لیسانس طبیب تیار کنید، متخصص تیار کنید، خدمت کند به خلق تاجیکستان. طبیب آداب داشتنش نکن، آداب. طبیب با زبانش طبابت میکند، با سوزن دارو نه. معامله خوب، معاشرت. برقرارسازی قابلیت مهنتی شخصان معیوب و تأمینات آنها با واسطه تکنیکی توان بخشی، تقویت بخشیدن فعالیت بین صحابی وزارت اداره در سمت حل مسائل حفظ اجتماعی با در نظر داشت بهتر نمودن اقتدار زمینوی و ذخیروی مقامات محلی حفظ اجتماعی، بازبینی نمودن ساختار ساحه، همچنین اندیشیدن چاره‌های مشخص را تقاضا دارد. در برابر این جهت ادامه دادن غمخواری دولت و حکومت مملکت به مردم کشور باز هم بلند برداشتن سطح نیکوحالی ساکنان و تقویت بخشیدن حفظ اجتماعی اهالی سپارش میدیم. از 1 ایول سال 2024 نفقه های سقورتوی مهنتی و اجتماعی اینچنین علاوه پولی با آنها در حجم 30% از اندازه مقرر شده شان ایندکساسیا یعنی زیاد کرده شود. از 1 ایول سال 2024 معاش وظیفوی کارمندان مقامات حاکمیت و اداره کنی دولتی، مؤسسه‌های معارف، علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی، دیگر تشکیلات‌های ساحه حفظ اجتماعی و بودجتی، اینچنین استیپندیاها 40% زیاد کرده شود.
Inchunun az 1 январи соли 2024 музди меҳнати амалкунандаи хизматчони ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар кормандони ин мақомот 40% зиёд карда шавад. ҳамзамон бо ин аз 1 июли соли 2024 ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар ба андозаи 800 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шавад. ба ҳукумати мамлакат аз ҷумла вазорати молия ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода мешавад ки ҷиҳати амалӣ намудани иқдоми зикршуда тадбирҳои зарурӣ андешад. хоб вакилони муҳтарам, ҳозирини гиромӣ, ҳамаи мо як мақсад дорем, сиёсати роҳбари давлат, ҳукумати мамлакат. ин чи аст? боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолии мамлакат. ҳамин не? ҳоло болотар истодем барои чи 76, барои чи 90 не? агар дар сурате ки ман бовари комил дорам, агар дар сурате ки ҳама азмат сар карда тамоми аъзои ҳукумат, вакилони мардумӣ, тамоми хизматчони давлатӣ содиқона кору фаъолияту хизмат кунем ба мардуми Тоҳистон. ягон дору даво дар кор, сӯзандору дар кор нест барои мардум, барои сад дарафтан. агар тавонем ҳар сол 40% маошу нафақаву стипендияро балон кунем, байни 10 сола 100 сола мешаванд. саломат бошед. баре бошад. чунинам кор карданам он дар кор. ҳамин не? аъзои ҳукумат, раисои вилоят шаҳр нояб баъди ин чиз назди мардум равед, мардум чигуна ба шумо муносибат мекунад. аз ин шарафи бузург ҳаст барои роҳбар. ҳаст ягон чиз. саломат бошед. ҳамватанони азиз, мо дар даврони соҳибисолии мақоми занонро дар ҷомеа марҳала ба марҳала баланд бардошта барои онҳо шароити муносиби фаъолиятро фароҳам овардем. имрӯз занону бонувони тоҷик ба хотири рушди ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат аз ҷумла дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ содиқона хизмат карда истоданд. ҳоло дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоию миёна ва олии касбӣ аз ҷумла дар хориҷи кишвар ҳазорҳо нафар духтарони боистеъдоди мо ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. аз 41232 нафар донишҷӯёни тоҷик ки дар давлатҳои хориҷӣ таҳсил мекунанд, беш аз 11,000 нафарашон духтарон мебошанд. 11,000 нафар.
تنها در 10 سال اخیر 11,000 نفر دختران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را با کوتای پرزیدنتی ختم کردند. از 3,300 نفر جوانانی که سال جاری تنها توسط مرکز برنامه‌های بین‌المللی نزد وزارت معارف و علم به خارج کشور برای تحصیل رفتند 30% دختران می باشند. عموما شما مقایسه کنید عموما در زمان صاحب استقلالی بیش از 256,000 نفر دختران مؤسسه‌های تحصیلات عالی را ختم کردند، یعنی صاحب معلومات عالی گردیدند. طبق معلومات آماری سال 1989 همگی در جمله 66,000 زنهای معلومات عالی دار بود. اهالی من نمیخواست 256,000. امروز بانوان ما در برابر فعالیت در نظام خدمت دولتی کارخانه‌های استحصالی خدمت رسانی تأسیس داده همچون صاحبکاران موفق صاحب احترام و آبرو گردیدند. در ظرف سالهای صاحب استقلالی شماره زیاد زنان و بانوان لیاقتمند و بلند اختصاص به خدمت دولتی و اداره‌کنی دولتی جلب کرده شدند و این روند بی بد نیز ادامه داده می شود. نقش زنان و بانوان در پایداری صلح و ثبات، حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی، در نهاد فرزندان تربیت نمودن حس وطن دوستی، افتخار ملی، انسان دوستی و مسئولیت شناسی، اینچنین پیشگیری کردن عامل‌های نامطلوب اجتماعی مؤثر است. دوستان عزیز، جوان مردان، مردهای محترم، ما و شما نه فقط تنها یک روزی 8 مارس روزی مادران رو آوردیم به زنان و مادران و دختران خود. ما همیشه و دائما نسبت به مادر خود، نسبت به دختر و خواهر خود، نسبت به زنان غمخوار و مهربان باشیم. هموطنان عزیز، حاضرین گرامی، هر یکی ما شما را مادر به دنیا هست کرده است. حتی حضرت محمد هم، پیغمبر رسول اکرم هم مادر به دنیا هست کرد. دیگر معجزه هست در دنیا که انسان آفرد. دیگر معجزه یا هست که غیر مادر زن انسان آفرد به دنیا و چقدر اذیت میکشد. حالا بعضا میبرارن هر چی خرافات پرستا توف کردن در کن. اول میگیم خدا بنده شو آفریده است، لیکن ما شما را اول خدا باشد بعد کی آفریده است؟ مادر، پدر.
چگونه غمخواری نکنیم؟ گفتم با میگویم، تکرار به تکرار میگویم، تا وقتی که جان دارین، نفس همین جا، غمخواری کنید، مهربان شوید. کسی که ناحرمتی میکند، کسی که بی‌حرمتی میکند، دعای نیک پدر و مادر را نمیگیرد، عمری با برکت نمیبیند. مادر نسبت به فرزند دائما مهربان است. قاتل است، راهزن است، چی حادثه ای نکند، مادر مهربان است. سخنی که از مادر میشنوی، مهربانی که از مادر میشنوی، یگان شخص دیگر گفته نمیتونم، از یگان کس نمیشنوی. خدمت کنید و ببینید، وقتی من سفر میکنم به هر یک گوشه کنار مملکت، من اعتبار میتونم، باز میبرارن مادرها کلان سوال هستن، نانیگر میکنن، کلچه میکنن و میکنن. با چهره آنها نگاه میکنن، مثل که مادری خودم باشه. شنیدم بعضن هستن افرادی که یا صاحبی منصب یا صاحب پدر و مادری او کی بود و خودی او در کدام محیط به دنیا آمده است و تربیه یافته است. کی تربیه کرد؟ وقتی که دستی مادرها را نگاه میکنی، آژانگ نگاه میکنی و چهره به اون یک مشکلی، سر و لباس نگاه میکنی، چهره نگاه میکنی، با تمام وزمینی نگاه نکردن، مهربان است، زبان شیرین دارد، رای نیک میکند. نگوییم که مادر نداریم. همین مادری تاجیک برای همه شما مادر است. همه مادر است. کجایی که رویم مادروار شما را مهربانی میکنند. مادروار نمیگوید این فرزندی کی است، این کی است، مثل پسر خودش فرزند خودش مهربانی میکند. چگونه ما خدمت آنها را نکنیم؟ نکنیم، عاجز میشویم و دیگر تاجیکان میگن همون دوست داره تا وقتی هست. شنید، اولین کلمه ای که انسان به دنیا می آید، شنیدون، اولین کلمه ای که انسان به دنیا هست می شود، می آید، کودک از یک گوشتی خواب وای می شود یاد بگیرد چی است؟ کدام کلمه؟ مادر. حیات همین است، زندگی همین است. صد در روی آخران نفسی واپسیندم مادر گفته میگذاری. یعنی ما شما مخصوصا جوانان غمخوار باشید. میگذرند بعداً افسوس میخوری که دیگر برگرداندن نمیتوانی. میشود لحظه‌ای که چرا این کار را نکردم نسبت به مادر و پدر خود. نیستن دیگر، گذشتن، برگرداندن نمیتوانیم.
یعنی با همین لحظه هایی که من گفتنی هستم، ما تاجیکان که ملت فرهنگی هستیم، ما باید تحملگرا، انسان دوست باشیم، عزت احترام یکدیگر را دانیم، مخصوصا شخصان کلانسال را، هر کجایی که هستیم، هر کجایی که باشیم. فکر کنیتان بعدی چند قدره خدا کند که ما شما را به همون کمالات همونا برساند. انا بعد وای میرسد به زنها دیر میشه. این مصلحت دوستانه و برادرانه من به شما، به هر یک فردی نسل جوانی من شهروند جمهوری کنم. ببخشید که کمتر از موضوع برآمدم، شاید هم در همین شرایط زمان لازم است. باور دارم که زنان و مادران و بانوان و دختران ارجمند ما من بعد نیست در رعایت مقررات قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، با حیات مستقلانه آماده نمودن فرزندان، رشد هنرهای مردمی و بهتر گردیدن زندگی هر یک عائله مملکت نقش ارزشمندی خود را می‌گذارند. غمخواری نسبت به جوانان، حل مشکلات آنها و استفاده درست این ذخیره استراتژی ملی برای پیشرفت و آبادی وطن و تأمین امنیت و ثبات جامعه یکی از افضلیت‌های اساسی حکومت مملکت به شمار می‌رود، زیرا شماره بیشتری اهالی تاجیکستان را جوانان تشکیل می‌دهند. در زمان صاحب استقلالی 140,000 گکتار زمین از جمله 52,000 گکتار از حساب زمین‌های آبی با زیاده از 1,420,000 عائله کشور برای ساختمان منزل اقامتی تقسیم کرده شد که قسمی اساسی آن با عائله‌های جوان راست می‌آید. در 70 سال زمان گذشته، در 70 سال با 530,000 عائله همگی 77,000 گکتار زمین داده شده بود. خلاص نخطب خودتون مقایسه کنید. ما 140,000 گکتار همگی از سال 2000 میشه کنید در 23 سال تا سال 2000 هم با کشمکش‌های داخلی سرگردان. اکثرات عائله خانه را کی میکنن بنیاد میکنن؟ جوانان، عائله جوان. این خوب است. یعنی دو تاجیکستان زیادتر حالا پروسس بنیاد شده رفته حساب است. یعنی در مجموع بیش از 8,800,000 نفر ساکنان مملکت شرایط استقامتی خود را بهتر کردند که اکثر آنها را عائله‌های جوان تشکیل میدهند. اینچنین در این دوره 11,000 انشاءات نوی ورزش بنیاد گردید که آن هم اساساً برای نورسان و جوانان میباشد. در طول این سالها 1,048,000 نفر جوانان در داخل و خارج کشور با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی قبول گردیدند. این شماره خیلی زیاد است. جوانان ما که نسل زمان استقلال میباشند در تمام ساحه‌های حیات جامعه و دولت از جمله در حمایت مرز و بوم وطن، امنیت مردم و دولت تاجیکستان ساختمان‌های بزرگ عصر از جمله نیروهای برقی، آبی، راغون و پیشرفت علم و فرهنگ سهمی بسیار نظررس داشته ایستادند. قابل ذکر است که تنها سال 2023 بیش از 30,000 نفر جوانان ما
غالب آزمون و المپیادهای بین المللی و جمهوری گردیدند. طی بیش از 13 سال جهت پیشبرد سیاست دولتی جوانان فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد و انکشاف قابلیت و استعداد آنها و باز هم بهتر گردانیدن سطح و صفت زندگی و فعالیت این قشر فعال اجتماعی یک سلسله نقشه و برنامه قبول و عملی شده ایستاده‌اند. برای رسیدن به مقصدهای گذاشته شده ضرور است که کمیته کار با جوانان و ورزش یکجا با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی برنامه‌های کار با جوانان را تهیه و عملی نماید. در این زمینه جهت بالا بردن سطح و صفت تربیت نورسان و جوانان باید به مسئله بلند برداشتن حس خودشناسی ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و انسان پروری آنها توجه اولین درجه داده شد. تأمین نمودن رشد ساحه ورزش یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست اجتماعی حکومت مملکت بوده. هدف آن عمومی گردانی ورزش، تحکیم طرز حیات سالم، مساعدت نمودن به آماده سازی ورزشکاران کسبی تاجر برای اشتراک در مسابقه‌های سطحی جمهوری و بین المللی میباشد. اشتراک فعال جوانان ما و پیروزی آنها در مسابقه‌های سطحی بین المللی بی‌شبهه و بالاروی آبروی کشور ما مساعدت می‌نماید. تنها سال 2023 ورزشکاران تاجیکستان از مسابقه‌های سطحی بین المللی 343 مدال از جمله 108 طلا، 76 نقره و 159 برنجی به دست آوردند که نسبت به سال 2022 226 مدال زیاد میباشد. برای نائل گردیدن به دستاوردهای باز هم بیشتر ضرور است که با استفاده ثمرناک انفراستراکچور ورزش خصوصاً با نگاه‌بین درست انشاءات و بناهای بنیاد گردیده اعتبار جدی ظاهر کرده شد. دوستان عزیز، تاجیکستان از لحاظ شماره اهالی، از لحاظ میانه عمری اهالی جوانترین کشور در دنیا است. سال میانه اهالی کشور ما همگی 24 سال را تشکیل می‌کند. نیست دنیا در دیگر. در یگان ساحه سمت در مملکت نیست که حصه جوانان مملکت نباشند. جوانان امروزه این مملکت از جوانان خفه نشوند. ما هم شما هم جوانان دوران زمانی گذشته بودیم. تماما فرق میکنند. حسی ملی دارند، حسی بلندی وطن دوستی و وطن پرستی دارند. من آنها را دیدم. قوای مسلح مملکت هم در ساختمان عصر نیروگاه برقی آبی، در دیگر ساختمان ها، در همه جا، حتی در گلگشت ها، در باغ ها، در کوچه رسته ها از جوانان 20 سال پیش فرق میکنند. با آداب، با رفتار و یاد. جوانان ما امروز به همه کار قادر هستند. به همه کار. برای همین هم یکی از سمت‌های پیشرفت و ترقیات تاجیکستان امروز مخصوصا من قید میکنم حصه بی‌واسطه جوانان مملکت است. سلامت باشید. سلامت باشید. محترم وکیلان خسته نشدین. خب تأمین نمودن رشد استوار و با سرعت کشور، تنظیم حقوق سریع و همه جانبه را طلب می‌نماید. قانونگذاری باید پیوسته تکمیل داده شود و همقدم اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. از این رو اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان باید تمام سعی و کوشش خود را به این سمت روانه سازند. ضمناً خاطرنشان می‌نمایم که دستاورد و پیشروی‌های تا امروز نائل شده کشور نتیجه قانون‌های تهیه و قبول کرده پارلمانت
مملکت می باشد. با شما اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان مراجعت کرده همه شما را دعوت می نمایم که بیاید بد نیست یک جای کار و فعالیت نموده کشور خود را آباد و زیبا سازیم، سطح و صفت زندگی خلق ما را بلند برداریم و آبروی وطنی عزیز خود تاجیکستان صاحب استقلال را در عرصه بین المللی باز هم تحکیم و تقویت بخشیم. وکیلان محترم فراموش نسازید که پرزیدنت مملکت هم دست پرورده پارلمانت است. ما از این انستیتوت ارگان عالی قانونبرار تربیت کردیم. شنید برای همینم ما سال آینده برای شما بینای نوی پارلمان مملکت را ساخته به استفاده میدیم. در مجموع گیریم شنیدتون اکنون مرکز ماموری دولتی صاحب استقلال تاجیکستان تشکل یافته ایستاده است. اکنون بنای نوی پارلمان، بنای نوی حکومت مملکت سال آینده به استفاده داده می شود. وزارت تندرستی به استفاده دادیم. خب سال آینده بنای سود عالی به استفاده داده می شود. بنای وزارت اقتصاد به استفاده داده می شود. بنای وزارت عدلیه به استفاده داده می شود. باز بنیاد وزارت علم و معارف سر می شود. بنیاد وزارت فرهنگ شروع می شود. بنیاد وزارت صنعت بله یعنی سال آینده بنیاد با 3 وزارت یعنی مرکز ماموری دولت صاحب استقلال تاجیکستان را ما اکنون بنیاد کرده خشت‌های فوندامنتی اساسی را گذاشته ایستادیم. شکر گویید با یگان چی عوض نمی کنیم صاحب استقلالی آزادی استقلالت دولت تاجیکستان. هر کجایی که باشید، هر جایی که سفر کردید، در کدام گوشه کنار دنیا کار زندگی نکنید، هیچگاه نسبت به ملت خود، نسبت به وطن خود، دولت عزیز خود، تاجیکستان صاحب استقلال خیانت نکنید. هیچگاه. به مشکلی نیستیم، به کمبودی نیستیم. ما اکنون دولت بنیاد کرده است. اکنون هزاران مشکلات داریم. نترسیم. از این سخت‌ترین مشکلات پس سر شد. انشاءالله زنده ماندیم. این طرفش در یک جایگی با مردم شرفمند و بزرگ ملت تاجیک، خلق تاجیک، همشون زینه با زینه برطرف می‌سازیم. خب سلامت باشید. باید گفت که در روند بنیاد جامعه پیشرفته و عدالت پرور مسئله تشکل معرفت حقوقی شهروندان نقش کلیدی دارد. حالا در کشور برنامه سیوم تعلیم و تربیت حقوقی برای سالهای 2020-2030 عملی شده ایستاده است.
مسئله دیگری مهم که در نظام حقوقی کشور نقش کلیدی دارد تامین ولایت قانون بوده، آن محوری فعالیت مقامات حاکمیت سعودی و حفظ حقوق به حساب می رود. تامین نمودن دسترسی به عدالت سعودی و اطلاعات عاید به فعالیت سودها، محاکمه آشکارا و عادلانه سعودی، با تحکیم قانونیت، پیشگیری کردن صادرشوی جنایت، احترام به قانون و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند مساعدت می‌نماید. جاری نمودن تکنولوژی معاصر الکترونی در فعالیت سودها نیز از جمله کارهای مهم میباشد و باید در این سمت تدبیرهای مشخص اندیشیده شود. حاضرین ارجمند، وضع مرکب و تشویش آور منطقه و جهان از جمله تا رفت شدت گرفتن روندی از نو تقسیم کنی دنیا، یراق شوی با شتاب، جنگ سرد، تهدید و خطرهای معاصر، تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق سلاح، جنایت‌های کیبری و دیگر جنایتکاری‌های متشکل فراملی ما را وادار می‌سازد که برای تأمین نمودن امنیت مدافعی کشورمان تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیم. با بهترین شرایط زندگی و خدمت، تأمین نمودن خدمتچان حربی قوای مسلح، آماده کردن کادرهای بلند اختصاص، تکمیل دادن دانش تخصصی و سطح کسبیت هیئت شخصی جزو تامها، باز هم بلند برداشتن حس مسئولیت شناسی و وطن دوستی و وطن پرستی افسران و سربازان از قبیل این تدبیرها می باشد. حکومت مملکت در این سمت از جمله دایر بر نوسازی اقتدار قوای مسلح همه چاره‌های ضروری را اندیشیده ایستاده است و این روند را من بعد نیز ادامه خواهد داد. هدف ما از نوسازی امکانیت‌های قواهای مسلح باز هم بهتر تأمین نمودن امنیت و ثبات کشورمان می باشد. تأکید می نمایم که رهبران قواهای مسلح، واحدهای حربی و مقامات حفظ حقوق باید بر رعایت حتمی آیین‌نامه‌های حربی، ترتیب و انتظام و تأمین ولایت قانون اعتبار دائمی و قطعی دهند. تمام ساختار و مقامات دولتی از جمله مقامات حفظ حقوق باید همه ذخیره و امکانیت‌ها را جهت اجرای وظیفه‌های ذکر شده برای سال 2024 که 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان تجلیل می‌گردد سفربر نمایند. زیرا کنستیتوسیون تاجیکستان صاحب استقلال که اولین کنستیتوسیون تاجیکستان صاحب استقلال که زمینه اعمار دولت مستقل ملی و پیشروی تمام جنبه‌های حیات مردم کشور را فراهم آورده است، یکی از دستاوردهای مهمترین ما میباشد. عملی نمودن معیارهای کنستیتوسیون به ما امکان داد که پایه‌های استوار جامعه و دولت را سازمان دهیم، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را تحکیم بخشیم، رشد استوار اقتصادی کشورمان را تأمین نماییم، برای هر یک شهروند مملکت شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را مهیا سازیم. بنابراین پیشنهاد می‌نمایم که سال 2024 به افتخار این سنه بسیار مهم تاریخی سال معرفت حقوقی اعلام کرده شد. هموطنان عزیز، مرکب شوی اوضاع سیاسی بین المللی
شدت گرفتن وضع گیوسیاسی و نظامی، تهدیدهای امنیتی، بحرانهای مالیوی و اقتصادی، اینچنین مشکلات مربوط به تغییرآب اقلیم، نارسایی غذا و آب آشامیدنی در جهان و منطقه و پیامدهای آنها ضمن پیشبرد سیاست خارجی تاجیکستان ما را به اندیشیدن تدبیرهای ضروری وادار می‌سازد. کشور ما به صفت اولویت سیاست خارجی خود منبعث نیست به گسترش مناسبت‌های دوستانه و حسن همجواری با دولت‌های آسیای مرکزی در زمینه احترام و اعتماد متقابل توجه خاصه ظاهر می‌کند. در سیاست خارجی تاجیکستان تحکیم و توسعه مناسبت‌های دو جانبه و بسیار جانبه با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، اینچنین دیگر شریکان عنعنوی از منطقه‌های آسیا، اروپا و امریکا جایگاه خاصه دارد. چنین رویکرد به آینده نگرانیده شده اساس سیاست درهای گشاده تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. در این راستا ما همکاری خود را با کشورهای جهان اسلام باز هم گسترش می‌بخشیم. تاجیکستان در رابطه با روندهای جاری در افغانستان و خاورمیانه بخصوص فلسطین خیلی نگران است. همه ما شما ببینیم اون نوارایی که چیزی که نشان میده زیادت از 20,000 نفر شهروندان کشته شد. ما تأسیس دولت مستقل فلسطین را در اساس قطعنامه‌های قبول کرده سازمان ملل متحد و مرزهای سال 1967 یگانه راه امکان پذیر تأمین صلح و ثبات پایدار در این منطقه می‌دانیم. کشور ما از جامعه جهانی باز هم دعوت به عمل می‌آورد که همه این نزاع‌ها تنها با راه مذاکرات و مکالمه حل کرده شوند. همکاری تاجیکستان با همه سازمان‌های بانفوذ بین المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد، اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و نهادهای دیگر با فرهنگ‌سازی شرایط و امکانات برای تقویت موقع کشور در عرصه جهانی و اشتراک فعال آن در روندهای گلوبالی و برنامه و زمینه‌های مختلف روانه گردیده است. موجودیت تأمین نمودن پایداری نظام و ثبات بین المللی اهمیت تقویت نقش مهم و هم آهنگساز و متحد کننده سازمان ملل متحد را تاکید می‌کنیم. قابل یادآور است که سال گذشته با تشبث پنجم جمهوری تاجیکستان قبول گردیدن قطعنامه سازمان ملل متحد درباره سال بین المللی حفظ پریاک‌ها اعلان کردن سال 2025 اینچنین 21 مارس همچون روز جهانی پریاک‌ها و تأسیس خزینه بین المللی حفظ پریاک‌ها برای جامعه جهانی مهم و مایه افتخار مردم شرفمند تاجیکستان است. ما از همکاری‌های خود با همه تشکیلات‌های بین المللی مالیوی و دیگر شریکان رشد قناعتمند می‌باشیم
و من بعد نیز با مقصد تامین نمودن هدفهای رشد استوار همکاری‌های خود را با آنها گسترش میدیم. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، در پیام امروزه دستاورد و پیشروی‌های در ظرف سالهای آخر نایل شده تاجیکستان صاحب استقلال بیان گردیدند. خاطر نشان می‌نمایم که همه پیشروی‌های ذکر شده محض با زحمت صادقانه و صافدلانه و عزم و تلاش وطن دوستانه مردم شریف کشور به دست آمدند. از این لحاظ به مردم صاحب معرفت و تمدن‌ساز و شرفمند و سربلند این مملکت برای دستگیری سیاست پیش گرفته دولت و حکومت و زحمت اهلانه و آبادگرانه سپاس و منتداری صمیمی خود را اظهار می‌کنم. در برابر کامیابی‌ها امروز مشکلات و مسائل حل طلب حیات جامعه و دولت اینچنین وظیفه‌ها برای حل و فصل آنها معین و مشخص کرده شدند. تأکید می‌نمایم که برطرف کردن کمبودی‌های موجوده و حل مشکلات جای داشته قبل از همه وظیفه جانی هر یک رهبر، اعضای حکومت، مجلس ملی، وکیلان مجلس نمایندگان، رئیسان ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها، جماعت‌های شهرک و دهات، رهبران ساختار و مقامات دولتی، تشکیلات و مؤسسات، خدمتچیان دولتی، اهل ضیاع، فرهنگ و تمام مردم شریف کشور میباشد. همه ما وظیفه داریم که در شرایط نهایت حساس و ناآرام و پرتحول جهان امروزه و افزایش تهدید و خطرهای معاصر با استقلال و آزادی، ثبات سیاسی و امنیت جامعه بشری بیش از هر وقت دیگر با صبر و تحمل و متحد و سرجم باشیم. تمام سعی و تلاش خود را به خاطر حمایه ارزش‌های ملی، حفظ منفعت‌های دولت و ملت، آبادی وطن عزیزمان و رشد کشور صاحب اختیارمان روانه سازیم. من به مردم عزیز کشور مراجعت کردم. هر یکی آنها را دعوت می نمایم که بیایید طبیعت تاجیکستان بیشت آسای ما را به گلستان تبدیل دهیم. آبادی و تازگی و آزادگی را از هر خانه و کاشانه سر کرده تا دهات دوردستترین وسعت بخشیم. تمام قلمرو وطنمان را خرم و سرسبز گردانیم و صاحب فرهنگ و تمدن باستانی بودن خود را به جهانیان ثابت نماییم. من با حس بلند ملی، احساس گرم وطن دوستی، نیت نیک و عزم قطعی و سعی و تلاش سازنده مردم شرفمند تاجیکستان اعتماد کامل دارم. با اطمینان اظهار می نمایم که
ما همه یک جا با کار و فعالیت اهلانه وطن عزیزمان را خصوصا تا جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی آباد و زیبا می سازیم. دولت صاحب استقلال ما را پیشرفته می گردانیم و اعتبار و آبروی آن را در عرصه بین‌المللی باز هم بلند می برداریم. با کل مردم شریف تاجیکستان سلامتی، خانه آباد، بخت و اقبال نیک و به هر یکی شما حاضرین محترم سربلندی و موفقیت و برای کار آرزو می نمایم. همیشه سلامت و موفق باشید هموطنان عزیز. سعادتی ابد نصیب